این چیز بدیه؟ آره خیلی بامزه است. مثلا قبل از اینکه به خونه برسیم هیچ بدت نمیومد لباساتو توی آسانسور در بیاری. یه بارم لباسای من کردی و لیزا سرخ می شود. از فکر این لحظه زندگی عاشقانه لذت می برد. راستی؟ آره شانس آوردیم در رو درست به موقع بستیم. مطمئنی به موقع بود؟ نه فکر میکنم دیگه دیر شده بود. پس با خیال راحت میتونم منتظر بشم که حافظم برده؟ لیزا معذب ساکت میماند. ژیل متوجه میشود و اصرار میکند. آخه بعضی وقتا به خودم میگم شاید مغزم عمدن پاک کرده. شاید به نفعشه که یادش نیاد. چه نفعی؟ نفعش اینه که نمیدونه. این بیخبری ازش محافظت میکنه. احتمالاً از حقیقت فرار میکنه. راستی؟ شاید ضربه‌ای که به من وارد شده فقط بدنی نبوده. مشکلات روانی انواع مختلف داره. مدتها همدیگر را نگاه میکنند. به نظر میرسد هر دو در دلهره به سر میبرند. به نظرم نگرانیت بی‌مورده. واقعا؟ واقعا هیچ چیز جدیدی در مورد خودت پیدا نمی‌کنی که باعث ناراحتیت بشه. قسم میخوری؟ قسم میخورم. درباره من حرف بزن. دیگه شده موضوع مورد علاقه‌ام. همیشه موضوع مورد علاقت بوده. نه بابا. ولی از حق نگذری. هیچ وقت در احساست نسبت به شخص خودت کم نذاشتی. وفاداری محض. یه نگاهی به کتابخونه‌ت بنداز. همه رماناتو به خودت تقدیم کردی. یکی از رمان‌ها را بیرون میکشد و در دست تکان میدهد. این کتاب را به خودم تقدیم میکنم با عشق و ارادت ژیل. عجب آدم مزخرفی بود. شوخ طبعی. شوخ طبعی این خودشیفتگیه. طنز بهانه‌ای برای بیان حقیقت. بیرون میکشد. به لیزا، زنم، وجدانم، عذاب وجدانم، عشقم، کسی که او رو میپرستم ولی لیاقتش رو ندارم. ژیل. لیزا از خواندن این سطور به یاد گذشته میافتد و چشمانش پر از اشک میشود. ژیل خاموش و ساکت با دقت به او مینگرد و سعی میکند بفهمد. لیزا خسته از بار خاطرات خود را روی صندلی پرت میکند. لیزا؟ من ببخش. تو حال هوای گذشته بودم. من اینجا. من که نمردم. تو نه ولی گذشته چرا؟ مرده. خیلی دوستت داشتم ژیل. خیلی. یه جوری حرف میزنی انگار داری میگی خیلی زجر کشیدم ژیل. خیلی زجر کشیدم. شایدم. وقتی عاشقم زجر میکشم. جور دیگه بلد نیستم عاشق باشم. زجرت دادم؟ نه. ژیل اصرار نمی‌کند. لیزا مصمم سعی می‌کند سر حال به نظر برسد. دیگه از چی بگم؟ آها، برعکس بقیه مردا عاشق خرید و مغازه‌ای. حتی میتونی 1 ساعت توی کفش فروشی زنونه بمونی. حقشه واسه این بهت نشون افتخار بدم. در مورد لباسایی هم که امتحان میکنم همیشه با دقت نظر میدی. اونم از دید یک آدم با سلیقه و زیباشناس. نه از دید مرسالایی که با اسکناسه بانکشون برای زنشون لباس میخرن. بعضی وقتا توی چایخونه ها با هم قرار میذاشتیم. من چای میخورم؟ چه جورم؟ خورد تو ذوقت؟ فکر میکردم رفتارم مردونه تر از این حرف هست. رخت و لباس و مغازه و چای و انگار داری درباره دوست زنت حرف میزنی. لطف بدم به همینه. مخلوط شیرینی از مردانگی و زنانگی هستی. عجب. دلیلش هم اینه که رمانای پلیسی می‌نویسی. خب بازم خوبه که اقلا این یکی دیگه مردونه است. ابدا. در مورد این هم واسه خودت نظریاتی داشتی. از اونجایی که اکثر نویسنده‌ها و خواننده‌های رمانای پلیسی زنن، نظریت اینه که چون زن‌ها کارشون زندگی بخشیدنه، این نوع رمانا براشون جالب‌تره. برای اینکه اینطوری میتونن در عالم خیال آدم‌ها رو به کام مرگ بفرستن. رمانای پلیسی یا انتقام مادرها. امان از من و نظریه ها. ژیل بلند می شود تا کتابی را که به لیزا تقدیم کرده بردارد.
یه چیزی تو این حرفا هست که ازش سر در نمیارم. از طرفی به نظر میرسه من یه خروس آتشین مزاجم که فکر و ذکرم بغل خوابیه و از طبقه سوم بی صبر و بیقرار شلوارم از پا میفته. از طرفی میگی آدم وفاداریم که بهت اعتماد دارم، هیچ وقت حسادت نمی کنم، حاضرم ساعتها تو مغازه ها و چایخونه ها ول بگردم. خلاصه دوست خوب خواجه زنهای شریف. این دوتا با هم جور در نمیاد. ممکنه ولی حقیقت داره. ژیل کتاب را در هوا تکان می‌دهد. به لیزا، زنم، وجدانم، عذاب وجدانم، عشقم، کسی که او را میپرستم ولی لیاقتش را ندارم. مردی که این چیزا رو می‌نویسه یعنی یه کاری کرده که احتیاج به طلب بخشش داره. نه وجدانم و عذاب وجدانم. واسه اینی که مجبور کردم کار کنی، از خودت بیشتر توقع داشته باشی. نه کسی که لیاقتش را ندارم. همیشه فکر می‌کردی از من کمتری. من البته از نظر اجتماعی تا فکری. پدر مادر تو پنیر فروش بودن و پدر من سخت. ژیل فعلا بهش برخورده است. جوابی ندارد ولی هنوز قانع نشده. همیشه سر به سرم میذاشتی و میگفتی وقتی آدم در پنیر کامبر دنیا میاد تا آخر عمرش به پنیر میده. اینقدر از قول من حرف نزن. عین زنای بیوه شوهر مرده میمونه. یکم که اینطور هست. ژیل از جا میپرد. از این اظهار نظر سرد و بی احساس جا خورده است. لیزا سعی میکند حرفش را عوض کند و با صدای گرمتری اضافه میکند یعنی فعلا من بیوه‌ای هستم که آرزوهای بزرگ داره. بیوه‌ای در جستجوی آینده‌ای درخشان. و اون اینه که دیگه بیوه نباشه. حافظت برمیگرده. من ببخش. لیزا برای هر دو مشروب میریزد. خیلی سخته که آدم برای اینکه بفهمه کیه مجبور باشه به حرف دیگرون اعتماد کنه. همه همینطوره. لیزا با 2 لیوان ویسکی برمیگردد. پس دیگه چای تر کردم. آره. چه بهتر؟ میخوریم به سلامتی بازگشته. لیوانهایشان را به هم میزنند. بگمونم باید عجیب باشه که یه مرد غریبه شوهر آدم بشه، نه؟ آره عجیبه. ولی خودش تنوعیه. برای تو چی؟ من یکم وحشتم گرفته. خب من از زن زیبایی اطاعت میکنم که نمیشناسمش. زنی که به من لبخند میزنه، من خونش میبره، حلیم میکنه همه چیز بین ما ممکنه. چون من شوهرشم. یکم مثل انتظار پیش از شب زفافه. لیزا میخندد و برای خودش دوباره کمی مشروب میریزد. ژیل متوجه میشود که لیزا تند مشروب میخورد. در واقع میدونی چی محشر میشه؟ اینی که حافظم بر نگرده تا اینکه اینجوری 2 بار شب زفاف داشته باشیم. دفعه اول کجا بود؟ در ایتالیا. چه لوسو پیش پا افتاده؟ آره ولی چه خاطره‌ای. نه برای همه. امشب منو کجا میخوابونی؟ در اتاق مهمان؟ آپارتمان به این کوچیکی اتاق مهمانم داره؟ نه. عجب. ولی در صورت لزوم یک کاناپه هست. در صورت لزوم؟ بدبختانه یعنی در شرایط من. اینجوری قیافه موش مرده به خودت نگیر. خوب بلدی با من چی کار کنیم. راست میگی. خوب بلدم با تو چی کار کنم. ژیل میخواهد ببیند چقدر لیزا به او تمایل دارد. لیزا خودش را در اختیار او میگذارد. منقلب یکدیگر را لمس میکنند. اما ناگهان لیزا خود را کنار میکشد. نه اینجوری خیلی آسونه. این جمله از دهان لیزا میپرد. همان گونه که ناخودآگاه خود را کنار میکشد، میایستد و عصبی دور خودش میگردد. ژیل که روی کاناپه تنها مانده دلیل این تغییر رفتار ناگهانی را نمیفهمد. ببخش. من به توضیح میدم. من یه گیلاس دیگه بریزم. لیوان ژیل را که هنوز پر است برمی‌دارد. تو که هیچی نخوردی. برای خودش کمی ویسکی میریزد. میدونین این 3مین گیلاستونه؟ خب منظور؟ لیزا شما زیاد مشروب میخورین؟ نه تو میخوری. من زیاد مشروب میخورم؟ آره. گاهی شبا به الکل گرایش داری. زیاد؟ آره زیاد.
پس اون چیز وحشتناکی که باید کشف میکردم الکله. که چی الکل؟ یعنی با ویسکی سوختگیری میکنم، تو الکل خودمو غرق میکنم، پرت و پلا میگم، هزیون میگم، شایدم کتکت میزنم. نه بابا، زیادی حرفامو جدی گرفتی. دوست داشتی شبا 1-2 گیلاس بزنی، فقط همین. اینطور نیست. چرا همینطوره؟ لیزا عصبی است و نمیخواهد بحث مشروب ادامه پیدا کند. لیزا، من فکر میکنم ما مشکلاتی داشتیم که تو سعی میکنی بی اهمیت جلوشون بدی. مشکلاتی نداشتیم. بچه نشو. مشکلاتی نداشتیم، نه بیشتر از بقیه. خب معلومه که مشکلاتی داشتیم. مشکلات عادی زن و شوهر بعد از سالها زندگی. مثلا فرسودگی. اما خب فرسودگی هم بیشتر یه واقعیت تا یه مشکل. عادیه، مثل چینی چروک. فرسودگی چی؟ فرسودگی همیان. برای همین پس هم میزنی؟ لیزا متوجه می شود که جوابهای از ضد و نقیضند. نفس عمیقی می کشد تا وقت فکر کردن داشته باشد. دنبال کلمات می گردد ولی کلافه منصرف می شود. حرفات زیاد سر و ته ندارن. همیشه ازم ایراد میگیری که کارات سر و ته نداره. آره همیشه. به نظر باید حرفاتو باور کنم؟ بله. با قیس به هم خیره می شوند چون به نظر می رسد لیزا دارد از کوره در می رود. جیل کوتاه می آید. به نظرم حرفاتو باور میکنم. درستش هم همینه. مشخص است که هر دو از هم دلخورند. میگن وقت سکوت یه فرشته از اینجا رد میشه. روناش هم سیف کرده. ببخشید؟ از خودت نقل میکنم. چون از اصطلاحات آبکی و تکراری بدت میومد، یه چیزی بهشون اضافه میکردی که احمقانه تر بشن. مثلا اگر کسی به یه فرشته میگذشت بلافاصله اضافه میکردی یه سنگ آبم دستشه، یا اینکه روناش رو سیف کرده. مایوس کننده است. آره. دوتایی خوب با هم خوش بودین، ولی برای نفر سوم لطفی نداره. امروز نفر سوم منم. لیزا متوجه می شود که ژیل را آزرده است و دوباره جدی می شود. این حادثه کجا اتفاق افتاد؟ اونجا. لیزا دست ژیل را می گیرد و او را پایین پله های چوبی می برد که به نیم طبقه فوقانی منتهی می شود. وقتی داشتی از پله پایین می اومدی، یهو برگشتی. خودتو بعد گذاشتی، تعادلت از دست دادی و پشت گردنت به این چوب خورد. ژیل محل حادثه را بازرسی می کند. هیچی به یادش نمی آید. آهی می کشد. لابد خیلی ترسیدی. بی حرکت افتاده بودی. داشتم باهات حرف می‌زدم که یهو برگشتی. یه چیزی گفتم که باعث تعجبت شد که به خندت انداخت، یا نمیدونم. اگر حرف نزده بودم نمیافتادی. خودم رو مقصر میدونم. اصلا شد. ژیل با دقت به صورت لیزا نگاه می کند. وحشتناکه. چی وحشتناکه؟ اینه که آدم چیزی یادش نیاد. از یاد این خاطر لیزا به حق گریه می افتد. ژیل او را در آغوش می کشد تا تسکینش دهد، اما حواسش جای دیگری است. من آدم دست و پا چلفتی بودم؟ نه. قبلا هم افتاده بودم؟ هیچ وقت. تو چی؟ من چرا؟ چندین بار. میبینی؟ من باید میافتادم نه تو. ای کاش میتونستم جای تو باشم. در اون صورت راحت‌تر بودی؟ آره. ژیل ناخودآگاه لیزا را مانند کودکی در آغوش می‌گیرد. تکان تکان می‌دهد و گیسوانش را نوازش می‌کند تا تسکین یابد. آروم. اتفاق دیگه. قضا و بلا که دست تو نیست. لیزا آرامتر می‌شود و ژیل رهایش می‌کند. روی چهارپایه میز کارش می‌نشیند و دور خود چرخی می‌خورد. در واقع حالا خودم شدم. قهرمان رمان هام. بازرس جیمز درتی. برای کشف حقیقت و تحقیق به محل جنایت اومدم. جنایت؟ همینجور گفتم، ولی کی میدونه؟ شاید هم میده جنایتی رخ داده. خواهش میکنم این بازی رو تمومش کن. وقتی اومدم تو هیچی یادم نیومد، ولی احساس کردم اینجا چیزهای مهمی اتفاق افتاده. حالا این دیوونگیه یا حسه یا آغاز یه خاطره، نمیدونم. این مشکل از شغلته.
رمانای سیاه و ترسناک می‌نویسی. ترس و سوءظن و شک رو دوست داری. فکر می‌کنی همیشه اوضاع بدتر از این میشه. میشه؟ من حس میکردم که قبلا شده. پس معلومه عوض شدی. قبلا همیشه میگفتی حالا بدترش رو ندیدی. صبر کن می‌بینی. آدم بدبینی بودم؟ بدبین در تفکر، خوشبین در عمل. نحوه زندگی مثل کسی که به زندگی اعتقاد داره. اما یه جوری می‌نویسی انگار که بهش اعتقادی نداری. بدبینی مزیت انسان‌های اهل تفکره. حالا آدم مجبور نیست خیلی فکر کنه. خیلی هم مجبور نیستیم عمل کنیم. باز مثل دو دشمن با غیظ به هم نگاه می‌کنند. هر کدام می‌خواهد چیزهای زیادی به آن یکی بگوید ولی جرأت نمی‌کند. فراموشی هم بیماری عجیبیه. مثل جواب سوالیه که نمیدونیم. چه سوالی؟ موضوع دقیقا همینه. سوالی که خودم هم نمیدونم. هیچ کدام حرکت نمی‌کنند. زمان متوقف شده است. چطوری؟ ببخشید. حالت چطوره؟ کم و بیش بد. چطور مگه؟ چون به نظرم از لحاظ فکری خیلی هم قبراقی. وقتی میبینم اینطوری بحث میکنی باورم نمیشه که حافظت از دست دادی. ببین جای هوش و حافظه با هم دیگه تو مغز فرق میکنه. اگه اینطور میگی باشه. من نمیگم، علم میگه. اگه علم میگه باشه. یعنی قبول نداری؟ قرار نیست علم رو قبول داشته باشم یا نداشته باشم. اطلاعاتی در اختیارمون قرار میده که از تایید و تکذیبش ما فارغه. اینطوری نیست؟ بله دقیقا درست میگی. با نگاه همدیگر را سبکسنگی می‌کنند. به هر حال من دنبال رد پاهم هستم. عجیبه که از خودم اینقدر کم نشونه به جا گذاشتم. آره هیچ بد نمیاد. به نظر من اصلا خنده‌دار نیست. بابا آروم بگیر. با این خشونت و جدیتی که داری توی مغزت کند و کاف میکنی فکر نمی‌کنم به جایی برسی. از چیزی که قرار دستگیرم بشه میترسم. از چیزی که میتونستم باشم میترسم. احمقانه است. تو آدم خیلی خوبی بودی، یعنی هستی. اینطور نیست. خوب است احساس میکنم که اینطور نیست. من دارم بهت میگم. نه خیر، کی ثابت میکنه؟ من. تو ثابت میکنی؟ از کجا معلوم من یک گنگستر نبودم؟ اونم یه گنگستر رز که حتی تو کار خودش هم نادرست بوده و تو خیابون بنگ خدمتش رسیدن. حالا زنش داره سعی میکنه به خوردش بده که تصادف کرده تا شاید سر راهش بیاره. داری از فراموشیم استفاده میکنی تا به راه هم بیاری. ژیل. شادم یه قاتلم، یه قاتل زنجیره‌ای که هنوز کسی بهش مظنون نیست و تو بهش هیچی نمیگی که ازش حمایت کنی. شادم یه بیمار خطرناک جنسی هم که به کرات به دخترای مردم تجاوز کردم و حالا تو میخوای که هر جور بس شده. کن. چرا خودتو اینطور وحشتناک تصور میکنی؟ برای اینکه شدیداً احساس میکنم پشت سرم شره، خلافه، شری که ول کنم نیست. اشتباه میکنی. تو رو خدا ول کن. بس بردار. اگرم راست بود بازم تو همین رفتار داشتی. ازم میخواستی حرفاتو باور کنم. خب حقم داشتی. سرزنشت نمیکنم. اگه آدم رنزلیم حالا که مغزم قاطی کرده وقتش ازم آدم دیگه‌ای بسازی که قانعم کنی آدم دیگه‌ای بودم. میخوای برام گذشته دیگه‌ای بسازی، ازم آدم سر به راهی بسازی. هر با توه. دارم خلقت میکنم، بازسازیت میکنم، از کهنه نو میسازم. پیکر مردی رو میتراشم که از اونی که میشناختم بهتره. عیباتو پنهان میکنم تا پاک شم، بهت محاسنی میبخشم که نداری، ازش شوهری میسازم با به دل خودم. مرد رویاها. در حال مرمت زندگی زناشوییم هستم. داخل ساختمون رو بازسازی میکنم، روبنا رو حفظ میکنم. نمیدونی چه حالی دارم میکنم. این رویای هر زنیه که بعد از 15 سال شوهر جدیدی بسازه و من دارم این کارو میکنم. خوب نگاه کن. زنی که جلوت وایساده پرستارت نیست، رام کنندته. ژیل بی حرکت به این صحبت‌ها گوش می‌کند. آرام شده است. منو ببخش. نه دیگه نمیبخشم. شلاق میزنم. لیزا. بشین، پاشو، هر وقت غذا تموم شد میری روی مبل میخوابی. نه لیزا، این یکی نه. رو مبل نه. لیزا نگاهش می‌کند و ناگهان می‌زند زیر خنده. دوباره همدل می‌شوند. لیزا پیش می‌رود تا به نرمی دستی به موهای ژیل بکشد. دروغ نمیگم ژیل. تو واقعا همونطوری هستی که دارم بهت میگم. یه مرد. همون مردی که من میخوام. مردی که چی بشه یه زن شانس بیاره و باهاش برخورد کنه. لب‌هایشان همدیگر را لمس می‌کند.
زیادی حرف میزنی. همیشه همین میگی. وقتی چی؟ وقتی چی؟ وقتی زیاد حرف میزنم. همدیگر را میبوسند. این بار بوسه‌ای واقعی و بعد مثل آدم‌های مست روی صندلی میافتند. دلم یه ماه عسل دیگه میخواد. توقع زیاده. به همون خوبی میشه؟ کجا میریم؟ لازم نیست جایی بریم. کجا؟ همینجا. عجب آتیشو تو نیست. پس موافقی؟ آره. پس دیگه لازم نیست تا پورتوفینو بریم. ژیل لیزا را میبوسد. پس از چند لحظه لیزا خود را کنار میکشد و او را کمی پس میزند. چی گفتی؟ گفتم دیگه لازم نیست که تا پورتوفینو بریم. چرا پورتوفینو؟ خب مگه شب زفافمون اونجا نبودیم؟ تو یادته؟ نه. خودت الان بهم گفتی. ابدا. من گفتم ایتالیا. تو گفتی پورتوفینو. گفتم ایتالیا. محاله، وگرنه من چطور میتونستم بدونم؟ ژیل تو حافظتو کتمان میکنی؟ ابدا، من هیچی کتمان نمیکنم. یعنی چی؟ تو یادت میاد که شک ندارم این تویی که اسم پورتوفینو رو بردی. گفتم ایتالیا. خودت متوجه نشدی ولی گفتی پورتوفینو. من اسم پورتوفینو رو نبردم چون همون موقع از دست خودم عصبانی بودم که چطور اسم اونجا رو یادم رفته. لیزا از جایش بلند می شود. روبروی ژیل می ایستد و به دقت نگاهش می کند. ژیل دیگر اصرار نمی کند. لیزا کم کم متوجه می شود چه اتفاقی افتاده. ژیل تو حافظت از دست ندادی. چرا؟ دروغ میگی. تو هم همینطور لیزا. من دروغ میگم؟ بله. این تابلوها رو تو کشیدی. تو نقاشی میکنی نه من. این ژیلی که تو مغازه ها دنبالت میاد و از خودت در آوردی. این ژیلی که از خونه بیرون نمیره و هرگز بهت خیانت نمیکنه کسیه که آرزوت بود شریک زندگیت باشه. پس یادته. نه. فقط یادم میاد که اینطوری نیستم. خدای من دوباره شروع شد. چی شروع شد؟ لیزا بدون اینکه جوابی بدهد خودش را جمع و جور می کند. به طرف ژیل می رود. پشتی مبل را بر می دارد و به سر و روی ژیل می زند. تو هرگز حافظت از دست ندادی. تو همه چی یادته. نه ابدا. حرفاتو باور نمی‌کنم. خوبم یادته. یه چیزایی دیگه باورت نمی‌کنم. حافظم داره برمیگرده. خوبم یادته. ولی یه تیکه‌هاش هنوز کمه. روز آخر یادم نیست. روز آخر؟ روز حادثه هیچی ازش یادم نمیاد. چاخان خوبم همه چیزو یادته. نه روز آخر. فرموشی دروغی شکنجه بود برای تنبیه منو به جزجز انداختی. میخواستی منو شرمسار کنی. از جوابای احمقام کیف میکنی. تو برای چی تنبیهت کنم؟ لیزا دست از کتک زدن او بر می دارد و خنده ای زورکی می کند. ژیل بازویش را می گیرد. آخه برای چی باید تنبیهت کنم؟ لیزا می خواهد خود را کنار بکشد اما متوجه می شود که هیچ طعنه و ریشخندی در سؤال ژیل نیست. پس آسوده شانه هایش را بالا می اندازد. منو ببخش. تو 2 هفته تو بیمارستان بودی. دکترها و پرستارا کمک کردن تا حالت بهتر شه. من کسی رو نداشتم. تک و تنها اینجا ناخونامو میجویدم. هیچ کسی نداشتم که بهم برسه. منم لازم دارم یکی هوامو داشته باشه. ژیل با ظرافت دستهای لیزا را می بوسد. مغزم مثل کتابیه که چند صفحش کمه. به خصوص صفحه آخر. از روز حادثه هیچ یادم نیست. اصلا قسم میخورم. لیزا می بیند که ژیل صادق است. فکر میکنم باید ازت معذرت بخوام. خیلی هم باید معذرت بخوام. شرط دارم بتونی دینت رو ادا کنی. دوشنبه حافظم برگشت. به تدریج مثل اسفنجی که قطره قطره باد میکنه. اون دوشنبه نمیدونم به چه دلیلی اونجا نبودیم. پس منم تنهایی باد کردم. بدون اینکه چیزی به دکترها بگم. قسمت‌های مهم زندگیمون، زندگی مشترکمون، عشقمون، همه یادم اومد. به خودم افتخار میکردم. خوشبخت بودم. سه‌شنبه که از در اومدی میخواستم بهت بگم که تو با دروغ دهنمو بستی. اولین دروغ. من؟ کتابامو آورده بودی. کلکسیون رمانای پلیسیمو. میخواستی حافظه‌مو تحریک کنی. اما یکی از کتابا یادت رفته بود. کدوم؟ خرد جنایت‌های زن و شوهری. وقتی فهرست رو نگاه کردم اینو بهت گوشزد کردم.
بهم گفتی که هیچ اهمیتی نداره، چون از این کتاب متنفر بودم و از نوشتنش پشیمون شده بودم. همین یه دروغ کوچولوی خوشگل که با لحنی آمرانه گفته شد، همین دهنمو قفل کرد. لیزا زیر لب غرغر می کند ولی در صدد انکار بر نمی آید. پس رفتم تو فکر. همیشه از کتاب خرد جنایت‌های زن و شوهری به خودم میبالیدم و به هر کی که گوش شنوا داشت میگفتم که اگه قرار یک کتاب از من بمونه همین یکیه. و تو جلوی رو با خونسردی داشتی خلافشو بهم میگفتی. قبول. عقیده خودمون به عنوان نظر تو بیان کردم. حالا خیلی مهمه؟ نه، ولی چی مهمه؟ خرد جنایت‌های زن و شوهری هیچ موفقیتی کسب نکرد. بعضی کتاب‌های دیگه هم همینطور. خرد جنایت‌های زن و شوهری باز هم کمتر. باید بین کم و کمتر تفاوت قائل شد. به هر حال لیزا، وقتی تو یکی از کتابامو میپسندی احتیاج به پشتیبانی هیچ کس نداری. در برابر همه با چنگ و دندون ازش دفاع میکنی. درسته. من از خرد جنایت‌های زن و شوهری که تو میپرستی متنفرم. بازم میگم. حالا خیلی مهمه. ژیل این کتاب را از کتابخانه بیرون می کشد. خرد جنایت‌های زن و شوهری، مجموعه داستان‌های کوتاه، بهتره بگم مجموعه داستان‌های کوتاه مزخرف، بس که نظریه‌اش بدبینانه است. تو این کتاب زندگی زناشویی رو مثل مشارکت 2 تا قاتل معرفی میکنم. چرا؟ برای اینکه از همون اول تنها چیزی که باعث میشه که یه زن و مرد با هم باشن خشونته. بله، این کششی که اونا رو به جون هم میندازه، که بدنشون رو به هم میچسبونه، ضربه هایی که با آه و ناله و عرق و داد و بیداد توأمه، این نبردی که با تموم شدن نیروشون خاتمه میگیره، این آتش بسی که اسمشو لذت میذارن، همش خشونته. حالا اگه این 2 تا قاتل که شراکتشون رو ادامه بدن و ترک مخاصمه کنن و با هم ازدواج کنن، با هم متحد میشن که علیه جامعه بجنگن، ادعای حق و حقوق و مزایا میکنن، ثمره کشتیشون یعنی بچه هاشونو به رخ جامعه میکشن تا سکوت و احترام بقیه رو کسب کنن. دیگه شاهکاری میشه از کلاهبرداری. 2 تا دشمن با هم سازش میکنن تا تحت عنوان خانواده پدر همه رو در بیارن. خانواده، این دیگه حد اعلای کلاهبرداریشونه. حالا که هماغوشی وحشیانه و پرلذتشون رو به عنوان خدمت به جامعه جا زدن، دیگه هر کاری میتونن بکنن. به اسم تعلیم و تربیت به بچه‌هاشون اردنگی و تو سری بزنن و برای بقیه مزاحمت ایجاد کنن و حماقت و سر صداشون رو به همه تحمیل کنن. خانواده، یا به عبارت دیگه خودخواهی در لباس نودوستی. بعد قاتلا پیر میشن و بچه هاشون میرن تا زوجای قاتل دیگری بسازن. این بار این درنده های پیر که دیگه نمیدونن چطوری خشونتشون رو خالی کنن به جون هم میافتن، درست مثل اوایل آشناییشون، با این تفاوت که از ضربه های دیگری به جای پایین تنه استفاده میکنن. دیگه ضربه ها کاریتر و ماهرتر شده. توی این نبرد هر کاری مجازه. مریضی، کری، بی‌تفاوتی، خرفی. اون پیروز میشه که بیشتر عمر میکنه. بله، اینه زندگی زناشویی. شراکتی که اولش پدر مردم رو در میاره، بعدش پدر همدیگه رو. یک راه دور و دراز به طرف مرگ با جنازه هایی که به جا میذاره. یه زوجی جوون میخواد از شر بقیه راحت بشه تا با هم تنها بمونه، اما وقتی پیر شدن هر کدوم میخوان از شر اون یکی خلاص بشن. وقتی یه زن و مرد رو سر سفره عقد میبینین، هیچ وقت از خودتون پرسیدین کدومشون قرار قاتل اون یکی بشه؟ آفرین. دست میزنم که استفراغ نکنم. چرا اینا رو نوشتم؟ وقتی ازت پرسیدم گفتی واسه اینی که حقیقته. خب شاید، ولی چرا باید واقعیت اونطوری که هست تجسم کرد و نه اونطوری که میخوایم باشه؟ رابطه زن و مرد یه
واقعیت نیست. قبل از هر چیزی یه رویاست، مگه نه؟ چون لیزا جواب نمیدهد، ژیل با هیجان ادامه میدهد. همون بعد از ظهری که بهم دروغ گفتی متوجه شدم که ته قلبم باهات موافقم. از این کتاب بدونی که بدونم متنفر بودم. دروغ تو حقیقت من بود، حقیقت جدید من. لیزا کنجکاو با دقت نگاهش میکند. مطمئن نیست که درست متوجه منظورش شده باشد. اون سه‌شنبه تصمیم گرفتم ساکت شم تا اونطوری که دلت میخواد منو تعریف کنی. چه بسا ژیل سوبرینی که تو وصفشو میکردی، اون مردی که از نوشتن خرد جنایت‌های زناشوهری پشیمون شده بود، به مراتب بهتر از قبلی در میومد. نسخه تصحیح شدهش بود، باید ازش استفاده میکردم. اقلا تصادف من به یه دردی میخورد. من اگه به دروغ گفتم فقط برای این بود که به حرفات گوش کنم و بفهمم که با چه مردی خوشبخت‌تریم. شرافتمندانه نبود. چی شرافتمندانه نبود؟ رفتاره. خب رفتار تو هم همینطور، ولی همونقدر لازم و مفید بود. لذت اینه که زنی که دوستش دارم منو از نو بسازه وادار به تسلیمم کرد. خواستم سعی کنم همون کسیشم که تو میخوای. یه ذره از وجود حقیقی، اما یه موجود بهتر. شوهر انتخابی، سفارشی. ولی چی؟ پایان قسمت اول 10 دقیقه آنتراک. دوستان ما چند لحظه میوت میکنیم، تصویر رو قطع میکنیم و چند دقیقه دیگه در خدمتون خواهیم بود. علی عزیز مجددا سلام میکنیم و در خدمتون هستیم. دوستان مثل که حواسشون پرت شده که 10 دقیقه رو با دست نگاه کنن. من شما هستم محسن جان، هر وقت آماده هستین در خدمتتون هستم. منم هستم در خدمت. پس شروع کنیم قربان. بله گروه اجرایی اگه آماده هستند شروع می‌کنیم. در بفرمایید. خدمتتون. بسیار عالی. شروع قسمت دوم. چی شرافتمندانه نبود؟ رفتارت. رفتار تو هم همینطور، ولی همونقدر لازم و مفید بود. لذت اینه که زنی که دوستش دارم منو از نو بسازه وادار به تسلیمم کرد. خواستم سعی کنم همون کسیشم که تو میخوای. یه ذره از وجود حقیقی، اما یه موجود بهتر. شوهر انتخابی، سفارشی. ولی چی؟ ولی حافظم کم کم برگشت و میدونستم که دیر یا زود این لباسی که برام دوختی تو تنم جر میخوره. بعدشم نمیدونستم میخوای به چی برسی. به عقل جور در نمیومد. چی جور در نمیومد؟ خب مسلم بود که یه جای با هم مشکل داریم، اما با این حال متوجه شدم که از طرفی من همون جوری که هستم دوستم داری، نه جور دیگه. خب این خبر خوبیه. بعدش به این نتیجه رسیدم که مسئله من نیستم، تویی. عجب. لیزا از این ضربه مستقیم و غیر منتظره جا میخورد و ساکت میماند، در حالی که ژیل به طرف کتابخانه‌ای که کتاب‌های تقدیم شده به لیزا در آن قرار دارد یورش میبرد. تمام کتاب‌های طبقه را روی زمین پرت می‌کند. لیزا بسیار خشمگین: داری چی کار میکنی؟ دارم نشونت میدم که چی میدونم. در پشت کتاب‌هایی که به زمین ریخته شده است، بطری‌های مشروب پنهان شده بود. در هوا تکانشان می‌دهد. 1 2 3 4می ولی خالی. 5. لیزا با شهامت سرش را بالا می‌گیرد. تو میدونستی؟ 5 بطری مشروب برای مواقع دلگرفتگی، اونم از نوع ویسکی ارزون قیمت، درست مثل الکلیا، یه دائم الخمر حسابی. تو میدونستی؟ چند ماهی میشه. چند ماه؟ باید اعتراف کنم که خوب پنهون میکردی. هرگز کسی عرق خوری تو ندید، هیچ وقت مست غافلگیرت نکرد. هرگز. چیکار میکردی؟ همون کاری که آدمای برتر میکنن. این که اینقدر ظرفیت الکل داشته باشی خودش اسباب بدبختیه. یه روز اتفاقی وقتی داشتم جمع و جور میکردم بطری‌ها رو پیدا کردم.
جمع جورم میکنی؟ داشتم دنبال لغتنامه‌ام میگشتم. از اون به بعد رفتم تو برد بدون که چیزی به روم بیارم. لیزا صورتش را در دستانش پنهان میکند. بس کن. نه بس نمی کنم. دلم کن، از خودم خجالت میکشم. اشتباه میکنی لیزا. این منم که شرمنده‌ام. من وقتی این بطری‌ها رو پشت کتابا پیدا کردم برای منم مایه شرمساری بود. مشکل با مشروب چیه؟ با مشروب مشکل ندارم. ولی مشروب میخوری؟ مشروب میخورم. ولی با مشروب مشکل ندارم. با تو مشکل دارم. چه مشکلی؟ لیزا حرکتی نامفهوم میکند. آنقدر برایش پاسخ سخت است که به کلی منصرف میشود. بعضیا مشروب میخورن که فراموش کنن. اما نه من. واسه من فایده‌ای نداره. من اگه جای تو بودم دچار فراموشی نمیشدم. حتی با سخت‌ترین ضربه‌ها رو سرم. هیچی نمیتونه حافظم ازم بگیره. خاطراتمون 2 3 4 5 بطری مشروب. متوجه میشود که تند و بدجنس شده است و شرمنده ساکت میشود. ژیل حقیقتاً به اندازه لیزا منقلب شده است. چون نمیتوانند با هم ارتباط برقرار کنند، درماندگیشان را با هم قسمت میکنند. شب آخر چه اتفاقی افتاد؟ همون شبی که من به خاطرم نمیاد. هیچی. یه چیزی رو ازم مخفی میکنی. خب که چی؟ خب این واقعا پستیه که چیزی رو ازم مخفی کنی. خودت پیدا میکنی. همونطوری که بطری مشروب رو پیدا کردی. لیزا من دشمنت نیستم. نه بابا. دوستت دارم. کلمات برای من و تو مفهوم مشترکی ندارن. لیزا دوستت دارم. منم همینطور. پنیر رکوو و تعطیلات اسکی رو هم دوست دارم. ولی میخوام که دست از سرم بردارن و راحتم بذارن. لیزا بلند می شود. یک بطری ویسکی بر می دارد و بی اعتنا به ژیل گیلاسش را پر می کند. اینو سر میکشم. بکش. بعدیش هم سر میکشم. هر چقدر که دوست داری سر بکش. حالا که شنا بلدی خودتو غرق کن. اصلا همه بطری‌ها رو سر میکشم. ژیل بدون اینکه دخالت کند نگاهش می کند. تو جلومو نمیگیری؟ که چی بشه؟ من که نمیتونم علیرغم میلت ازت حمایت کنم. حاضرم ازت در برابر همه دنیا حمایت کنم. ولی نه در برابر خودت. لیزا مانند یک کودک بیکس و رها شده اشک به چشم دارد و سرش را پایین میاندازد. ژیل نزدیکش می رود و به آرامی گیلاس را از دستش می گیرد. لیزا مقاومتی نمی کند و آسوده و با قدرشناسی خود را در آغوش ژیل رها می کند. لیزا تو کنار من زندگی میکنی ولی با من نیستی. لیزا عاشقانه به ژیل می چسبد. بین ما چی خرابه؟ چی بین ما خراب شده؟ لیزا شانه‌هایش را بالا می‌اندازد. قادر به توضیح نیست. در کنار هم می‌نشینند. ژیل با ملایمت مانند گربه‌ای لیزا را نوازش می‌کند تا به حرف بیاید. شاید همه چیز پایانی داره. یه عمری داره. یه زن مردم طبیعتاً مثل موجودات زنده برنامه ریزی شدن. خودت این حرفا رو قبول داری؟ لیزا به جای جواب محکم فیلم می‌کند. ژیل این بار با محبت نوازشش می‌کند. تو این مدت خیلی به موقع آشناییمون فکر کردم. در واقع اولین خاطره‌ایه که تو بیمارستان یادم اومد. با شنیدن این حرف اخم لیزا باز می‌شود. خوب یادته؟ بگمونم. خوب. امیدوارم. تو فکرم اکثرا به اون روزا برمیگردم. منم همینطور. به نظر تو وقتی دو نفر توی یک عروسی با هم آشنا میشن اینو باید به فال نیک گرفت یا بد؟ ژاک و هلن بیچاره از هم جدا شدن. خیلی طول کشید تا طرفم اومدیم. آره. واسه اینکه نه توی یک گروه بودیم نه سر میز هم نشسته بودیم. درسته. دورم خیلی شلوغ بود. به خصوص سکوت دورتو گرفته بود. هرگز زنی رو با این همه سکوت دور و برش ندیده بودم. یه موجود مرموز که دیوارهای نامرئی ولی ملموس محافظتش میکنن. یه آدم بسته غیر قابل دسترسی. دست بردار. و اون نگاه حکیمانه
نگاهی با عمر اقلاً 2000 سال در پیکر زنی جوان. با اینکه از صبح چشم ازت بر نداشته بودم، شب هنوز موفق نشده بودم بهت نزدیک بشم. دستتو خونده بودم. تازه نمیدونی چقدر فکر میکردم مسخره‌ام. شاید هم همین تحت تاثیرم قرار داد. بهم گفته بودن یه خانم‌باز حرفه‌ای هستی. خانم‌باز حرفه‌ای؟ هیچ وقت سراغ قله‌های بلند نرفته بودم. سیاحان بزرگ میگن که وقتی خیلی تشنه این آب نیست، دفعه اولی رو که آب خوردین به یادتون بیارین. این تنها راه گذشتن از کویره. خواهش میکنم بیا ما هم این لحظات رو زندگی کنیم. ببینم صبر کردم تا نیمه شب. نیمه شب؟ آره. یه دفعه ترانه نیمه شب دیدمت که دوون از سالن قصر اومدی بیرون، مثل سیندرلا. کنجکاو شدم و اومدم روی تراس، ولی اونجا ندیدمت. جلوتر اومدم و اون ته درست بالای پارکینگ دیدمت که داری بالا میاری. اگر اشتباه نکنم داری رو ماشین من استفراغ میکنی. متاسفم. نه ادامه بدی. به هر حال از رنگش متنفر بودم. همیشه دلم میخواست منحصر به فرد باشه. حالا دیگه کاملا تکه. مانند آن وقتها دست در کمر یکدیگر انداخته خاطرات آشنایشان را مرور می‌کنند. از اول مراسم آرزو بود که با شما صحبت کنم، ولی دلم نمیخواست اینجوری پیش بیاد. واسه اینکه به خودم دل بدم گیلاس ها رو پشت سرم انداختم بالا که در نظرتون حسابی گل کنم. اینم نتیجهش. عجب روزگار بی‌مروتیه. روزگار کاری که بخواد میکنه. از من میشنوین بهتر بریم تو دستشویی یا آبی به سر و صورتتون بزنین. اینطوری حتما بهتر گل میکنیم. منتظرم میشیم؟ مردی که به این خوبی خدمت ماشینا میرسه باید هم منتظرش بود. و چند لحظه بعد ژیل جدیدی اتکالان زده برمیگردد تا بختش رو امتحان کنه. چه جور زنی هستین؟ باب طبع شما؟ درسته. با هر جمله پشتم عرق میکنه. احساس میکنم مغزم خواب رفته. تمام عوارض بیماری که بهش میگن خاطرخواهی به سراغم اومده. متاسفم، ولی علاجتون دست من نیست. خود شما علاجی. چه جور زنی هستی؟ سرد، خجالتی، میانه رو، بی بند و بار، بی حیا. فقط میخوام بدونم که پافشاری کنم یا اینکه یک جوری خودم رو جمع و جور کنم. خلاصه اینکه چه جور زنی هستین؟ یعنی حاضر این دفعه اول با کسی بخوابیم؟ و نظر شما؟ بله، من جز کسی هستم که دفعه اول میخوابم. کدوم مردی اینطور نیست؟ و شما؟ من از این جور زنه نیستم. دلتون نمیخواد؟ چرا؟ میفهمم. این کارو نمی کنین چون بعدها وقتی دعوامون شد نتونم بگم زن سهل الوصولی بودین و با اولین کسی که از راه رسید خوابید. هیچی نشده دارین برای آینده شیرینمون برنامه ریزی میکنین؟ اشتباه میکنم؟ محض احتیاط رد میکنین؟ شاید. یعنی در واقع حاضرین دم رو فدای آینده فرضی کنین؟ دقیقاً. اینجوری هم دیگه. یا همه چی یا هیچی. بعدشم به نظرم میاد که لیاقت دارم که بخوام صبر کنی. نه؟ مگه من منتظر شما نموندم؟ 5 دقیقه بله. تو زندگیتون کسیه؟ بله. شما. لبهایشان همدیگر را لمس می‌کنند. نه هنوز. ژیل با نوازش بیشتر اصرار می‌کند. نه هنوز. لیزا با ملایمت ژیل را پس می‌زند. داری نقش شب آشناییمون رو بازی میکنی یا مال امشبو؟ جوابم همونه. نه هنوز. خسته نمیشی اینقدر نه و نو میکنی؟ نه اونو نمی کنم. به تعویق میندازم. الحق که زنها بدشون نمیاد که مردا رو به گدایی بکشن. وقتی میخوام حالیت کنم که بابا میخوام باهات بخوابم، احساس میکنم صدقه میخوام. و در نتیجه وقتی راه میدی احساس میکنم که با یه راهبه سر و کار دارم. خب مسلما تصویر خوابیدن با یه راهبه تصویر مطلوبی نیست. چطور؟ پسرم شما سینه‌های منو دوست ندارین؟ آخه واضح چی زنها هیچ وقت پیش قدم نمیشن؟
برای اینکه اونقدر زبلن که میخوان کاری کنن که مردا فکر کنن اونان که دلشون میخواد. پس در این صورت خیانت دست کیه؟ سوال خوبیه. خورده جنایت‌های زن شوهری. و که پیروز میشه؟ کسی که کوتاه میاد. اون میتونه اختیار بازی رو در دست بگیره. پتیاره. مرسی. خورده جنایت‌های زن شوهری. لیزا که هنوز حاضر نیست با ژیل آشتی کند خود را کنار میکشد. لیزا باید حقیقت رو بهم بگی. چه اتفاقی افتاد؟ که همون شبی که افتادم چرا نمیتونم اون لحظه رو به خاطر بیارم؟ لیزا قبل از اینکه جواب بدهد فکر میکند. وقتی تصمیم گرفت با لحن سردی جواب میدهد. برای اینکه لابد به نفعته. ببخشید؟ لابد فراموشی یه جایی به نفعته. اتفاق فجیعی رخ داده بود؟ فجیع؟ خب آره. چی؟ اگه مغز صلاح دونسته فراموشش کنی برای اینی که از حقیقت در امان باشی. چرا باید بهت بگم؟ اینطوری حتما بهتره. ژیل به پایین پله ها می رود. من نیفتادم مگه نه؟ لیزا جواب نمی دهد. از وقتی اومدم این پله رو نگاه میکنم و نمیتونم بفهمم چطوری اینجا یه پله رو ندیدم ولی سرم خورده اونجا. سقوط سختیه. لیزا پیش می رود و فوراً اظهار نظر می کند. شاید توضیحاتی که به عقلم رسید کمی عجولانه بوده. لیزا تو به من دروغ گفتی. من ازت محافظت میکنم. همون کاری که مغزت میکنه. نمیذاره خاطراتتو به یاد بیاری. از من در برابر چی محافظت میکنی؟ در برابر خودت. ژیل با شنیدن این حرفها از پا در می آید. به نظرش می آید که چیزی که ازش واهمه داشت حقیقت دارد. میدونستم. از وقتی اومدم اینجا میدونستم که یه چیز سنگین، دردناک و غیر قابل تحمل در انتظارمه. ژیل انقدر دنبالش نگرد. اگه پیداش کنی بیشتر عذاب میکشی. ژیل بازوی لیزا را می گیرد و التماس می کند. چه اتفاقی افتاده؟ نمیتونم بهت بگم. منم دارم سعی میکنم فراموش کنم. لیزا یه ذره دوستم داری؟ پس چرا دارم سعی میکنم فراموش کنم؟ اگه یه ذره دوستم داری بهت التماس میکنم بهم بگو اون شب چه اتفاقی افتاد. هیچی بابا هیچی. لیزا ازت خواهش کردم. مهم نیست. حالا که من و تو اینجاییم همه چیزو داریم پشت سر میذاریم. چی؟ آخه ما چی رو پشت سر گذاشتیم؟ ژیل تو میخواستی من بکشی. ژیل هاج و واج باقی میماند. لیزا از نگاه ژیل سر بر نمیگرداند. ژیل وحشت زده از چیزی که دریافته است کم کم عقب میرود. لیزا با آرامش تکرار میکند. لیزا که گویی با این اعتراف باری از شانه‌هایش برداشته شده است برای خود ویسکی میریزد و مینشیند. ژیل پشت سرش ایستاده و از وحشت زبانش بند آمده. اون روز بعد از ظهر وقتی اومدی خونه دیدی که دارم اسبابمو جمع میکنم. هنوز چمدونم حاضره. بهت گفتم که دارم میرم. درست‌تر بگم دارم ترکت میکنم. تو؟ جالبه. درست همون عکس العمل رو موقعم نشون دادی. تو اینطوری رو گفتی تو انگار که تو آسمونا نوشته شده اگه کسی قرار باشه بره اون تویی نه من. آخه چرا؟ دقیقاً اینم سوال دومت بود. امیدوارم شباهت‌های بین صحبت‌های امشب و اون شب همینجا خاتمه پیدا کنه. لیزا منتظر جوابی است. ژیل با رنگ پریده تته پته می‌کند. قول میدم آروم بمونم. خیلی خوب. بهت گفتم که ازت جدا میشم. چون دیگه خسته شدم. آره خسته شدم از زندگی که بیشتر مطابق میل تو بود تا من. ازت خواستم که به تصمیمم احترام بذاری و ازم بیشتر از این توضیح نخوای. اولش فکر کردم میذاری برم. بعد یه دفعه شروع کردی به عربده کشیدن. کیه؟ با کی میری؟ جواب دادم با هیچکی ولی باور نکردی. نظریه همیشگی تو به رخم کشیدی که مردم معشوقه میگیرن تا با زنشون بمونن در حالی که زنها معشوقه میگیرن تا از شوهرشون جدا شن. خب این درسته. این نظر توئه، در مورد من صادق نیست. چطور باور کنم؟ تو رو خدا شروع نکن. باشه. از اینجا صحبتامون به بیراهه کشید. لیزا به سختی میتواند ادامه بدهد. ژیل شرمنده بی حرکت میماند. لیزا در حالی که سعی میکند جلوی اشکهایش را بگیرد مجسمه 30 سانتی متری را که روی کمد است برمیدارد.
وقتی با چمدون اومدم پایین بهم حمله کردی. میخواستی منو خفه کنی. خواستم از خودم دفاع کنم و این مجسمه رو برداشتم و لیزا ساکت می شود و آرام اشک می ریزد. ژیل به نظر بیشتر متحیر می آید تا نادم. سرش را تکان می دهد. انگار با این حرکت افکارش سر جا می آیند و حافظه‌اش برمیگردد. بعد از کمی تردید ژیل به لیزا نزدیک می شود تا با ملایمت دستش را بگیرد. اذیتت کردم؟ لیزا بدون مکث اشاره‌ای منفی می کند. بعد نظرش عوض می شود و دستش را به گردنش می برد. فقط چند جام کبوده. برای همین روز اول نتونستم بیام بیمارستان. حالا میفهمم چرا نمیخوای بهت دست بزنم. لیزا آه میکشد و تایید میکند. ژیل طوری به اطرافش نگاه میکند که انگار برای بار آخر است. حالا دیگه نوبت منه. به طرف چمدانش میرود که کنار در مانده است. لیزا متعجب سرش را بلند میکند. کجا میری؟ بعد از اون بلایی که سرت آوردم دیگه نمیتونم اینجا بمونم. ولی من تنها عملی رو که قابل بخشش نیست مرتکب شدم. تنها عملی که برای همیشه اعتماد تو از من سلب میکنه. ژیل درمانده چمدانش را بر می‌دارد و در را باز می‌کند. لیزا سرش را پایین می‌اندازد و حرفی برای گفتن پیدا نمی‌کند. لیزا، قبل از رفتن یه سوالی دارم. فقط یکی. چیه؟ مرد دیگه تو زندگیته؟ نه. هیچکی؟ هیچکی. دیگه بدتر. خدا نگهدار. از در خارج می شود. وقتی لیزا تنها می ماند حالش بد می شود. رفتن ژیل نه تنها آرامش نمی کند بلکه مضطرب‌ترش می کند. پس از حرکاتی آشفته به دنبال ژیل می دود و در راهرو متوقفش می کند. نه ژیل برگرد. بازویش را می گیرد تا به آپارتمان برش گرداند. غیر ممکنه لیزا. بعد از این عمل دیگه چه کار میتونم بکنم؟ ازت بخوام که منو ببخشی؟ هرگز نمیتونی. چرا؟ بیا یه دقیقه صبر کن. بیا یه چیزی بهت بگم. ژیل تسلیم می شود. لیزا خوشحال از اینکه ژیل حداقل تا اینجا کوتاه آمده است در را می بندد. ژیل می نشیند در حالی که لیزا دنبال کلمات می گردد. تو الان متوجه این موضوع شدی. در حالیتی که من 15 روز جریان رو میدونم. 15 روزه که دربارش دارم فکر میکنم. تو مغزم دائم زیر و روش میکنم. اگه تصمیم گرفتم که بیام بیمارستان دیدنت بعدشم بیارمت اینجا با علم به همه چیز بوده. میدونستم که حافظت برمیگرده یا حداقل من میتونستم این کارو بکنم. منظورتو نمیفهمم. لیزا در برابر ژیل زانو میزند. ژیل، من تو رو میبخشم. آدم نمیتونه همچین چیزی رو ببخشه. چرا؟ از اون شب تصمیم گرفتم ببخشمت. موفقم شدم بخشیدنت. ژیل بهت زده ساکت میماند. چند لحظه ای لازم است تا بتواند با صدای خفه‌ای زمزمه کند. ازت ممنونم. لیزا لبخند میزند. ژیل هم به زور لبخند بیرنگی میزند. ژیل بلند میشود. لیزا غافلگیر تلو تلو میخورد. چی کار میکنی؟ دارم میرم. متشکرم که رفتنم راحت کردی. لیزا نگهش میدارد. ژیل، متوجه منظورم نشدی؟ به نظرم چرا؟ میخوام که بمونی. لیزا مجبورش میکند بنشیند. ژیل منگو بدون کوچکترین مقاومتی اطاعت میکند. دلم میخواد بازم با هم زندگی کنی. ولی 15 روز پیش میخواستی ترکم کنی. اون مال 15 روز پیش بود. خب از اون موقع تا الان چه اتفاقی افتاده؟ کتکت زدم و باید چه محافظه‌مو از دست دادم. دیگه هرگز ترکت نمیکنم. ژیل که از تغییر حالات ناگهانی لیزا کاملا گیج شده است، گردن دردناکش را میخاراند. زندگی مشترکمون برام خیلی مهمه. چرا؟ به هیچ وجه نباید به هم بخوره. 15 ساله واسش زحمت کشیدیم. اثر منه. ببخشید. اثر ماست. تو چی؟ بهش افتخار نمی کنی؟ حفظ یه زندگی به خاطر غرور؟ بمون. متاسفم لیزا، ولی من سر در نمیارم. من هنوز دستگیرم نشده چرا 2 هفته پیش میخواستیم هم دیگه رو ترک کنیم. حالا هم که اصلا نمیفهمم چرا باید دوباره با هم بمونیم. آدم که نمیتونه قسمتش رو عوض کنه. تو هم قسمت منی. تو در اعماق وجود من جا داری و من در اعماق وجود تو. ما هر دومون اسیریم. حتی وقتی جسمن مرد من نیستی، در خاطرات و رویا و آرزوها مرد منی و من اینجوری به تو وابسته شدم.
ممکنه بتونیم از هم جدا بشیم ولی دیگه نمیتونیم همدیگه رو ترک کنیم. تمام این روزایی که نبودی، اینجا نبودی و حتی با خودت هم نبودی، واسم تمام فکر و ذکرم پیش تو بود. شریک غم و غصه‌ام بودی. عشق به یک مرد معنیش چیه؟ به جز این که علیرغم خودش، علیرغم خودت، علیرغم همه چیز و همه کس دوستش داشته باشی. یعنی عشقت به چیزی و کسی وابسته نباشه. تمام خوبی‌ها و بدیات دوست دارم، حتی وقتی اذیتم میکنی، ولی از اذیتات ناراحت نمیشم و بلافاصله فراموششون میکنم. ناراحتی که ازش چیزی باقی نمیمونه. این عشقه که باعث میشه از تمام موانع با قدرت و محکم عبور کنم. قبل از اینکه بخوای منو بکشی دوستت داشتم، بعدش هم دوستت دارم. عشق من به تو مثل یه قده است، یه توده در مغزم که دیگه نمیتونم درش بیارم نه عوضش کنم. جزئی از تو در وجود منه. هیچ کدوم از ما بدون دیگری نمیتونیم وجود داشته باشیم. ژیل منقلب از این اعتراف به لیزا نگاه میکنه. خب چون ژیل همچنان ملایم و آسیب پذیر مردد است، لیزا با نگاه التماسش میکنه. خب میمونم، چون فعلا که اینجا. این بار لیزا جلو میرود تا ژیل را با تمام وجود ببوسد. میارزید. این یکی با بقیه فرق داشت. بیا بریم بیرون، یه جایی بشینیم، یه گیلاسی با هم بزنیم، باشه؟ اطاعت میشه. میرم لباس بپوشم. لیزا با شتاب از صحنه خارج می شود. می خواهد هر چه زودتر خود را زیباتر کند. ژیل تنها می ماند. آه عمیقی می کشد. با اینکه منقلب است ولی اصلا از شور و هیجان لیزا در او خبری نیست. راه رفتن و فکر کردنش همراه با درد است. همه چیز برایش دردناک است. در حالی که در افکارش غرق است، نزدیک گرامافون می رود و صفحه‌ای انتخاب می کند و دکمه را فشار می دهد. موسیقی جاز عاشقانه‌ای فضای اتاق را پر می‌کند. انگار که نوت‌های موسیقی به او چیزی راز نهفته‌ای را می‌گویند. با دقت گوش می‌کند. چشم‌هایش برق می‌زند. جانی دوباره می‌گیرد و شور و هیجانش باز می‌گردد. دیگر می‌داند باید چه کار کند. لیزا با لباس جدیدی که خیلی هم بهش می‌آید برمی‌گردد و لباسش را به ژیل نشان می‌دهد. اینطور که آبروتو نمیبرم. تحریکم میکنی. تسالیه. هنگامی که ژیل از جلوی لیزا می‌گذرد، بوسه‌ای بر پشت گردنش می‌زند و لیزا با لذت خود را رها می‌کند. سپس لیزا از کیف دستیش کیف کوچکی در می‌آورد تا آرایشش را درست کند. ژیل با دقت نگاهش می‌کند. این موسیقی چیزی یادت نمیاره؟ نمیدونم، فکر نمی‌کنم. این همون موسیقیه که اون شب گوش میکردیم. لیزا لحظه‌ای صبر می‌کند. احساس می‌کند در پشت این کلمات تهدیدی وجود دارد، ولی سعی می‌کند آن را ندیده بگیرد و به آرایشش ادامه می‌دهد. اون شب دیر اومدم خونه. حوالی ساعت 8. چراغا خاموش بودن. فکر کردم هنوز بر نگشتی. این صفحه رو گذاشتم. این چراغی رو که بالای مبل فنریمه روشن کردم. روزنامه رو باز کردم. وقتی نشسته بودم صدای خشخش پارچه‌ای رو پشت سرم شنیدم. فکر کردم باد پرده ها رو تکون میده. ادامه دادم به خوندن. بعد دوباره یه صدای پارچه اومد. برگشتم. فقط تونستم یه لحظه ببینمت که تو تاریکی یه چیزی رو بلند کردی و بعدم یه چیزی خورد تو سرم. تو منو دیدی؟ لیزا گناهکار سرش را پایین می‌اندازد. دلش می‌خواست جای دیگری بود. نمی‌داند چه رفتاری باید داشته باشد. لیزا با حرکتی عصبی کف دستهایش را به مبل می‌کشد و کتاب را برمی‌دارد. غیر ارادی ورقش می‌زند. شکلکی در می‌آورد و دستش را به طرف ژیل دراز می‌کند تا کتاب را به او پس بدهد. خورده جنایت‌های زن و شوهری. واقعا که بهترین کتابته. بله. ولی کی کیو میکشه؟ چه ساده بودم من. هرگز حتی تصورشم نمی کردم که یکی از طرفین دیگری رو محکوم به جنایتی بکنه که خودش مرتکب شده. آفرین. واقعا که دست من از پشت بسی. وقتی خشونت وارد یه زندگی میشه دیگه چه فرقی میکنه کی بروزش بده؟ آفرین استاد. چه دفاع محشری. لیزا گرفته و اخموشانه‌هایش را بالا می‌اندازد. ژیل به او نزدیک می‌شود و لحن ملایم‌تری می‌گیرد. کدوم خشونت لیزا؟ خشونت این 15 سال. خشونت این که هنوز مثل روزای اول دلم برات ضعف میره.
خشونت این که پیر شدن خودم و خودتو میبینم که باز هم نمیتونیم از هم بگذریم. خشونت این که باید ازت خسته شم و نمیشم. خشونت این که قیافت خوبه. خشونت این که میترسم بذاری بری. خشونت این که تو مردی و من زنم و مردا دیرتر پیر میشن یا لااقل اینطور فکر میکنن. حتی زنان راجبشون همینطور فکر میکنن. پس همچنان میدرخشی، دل همه رو میبری. دخترای جوان تو خیابون به تو لبخند میزنن در حالی که پسرا به من نگاه هم نمیکنن. تو راحت میتونی از من بگذری در حالی که من قادر نیستم بدون تو زندگی کنم. نه اینطوری نیست. چرا همینطوره؟ اشتباه میکنی. تو حرفات صداقت داری ولی همچنان داری اشتباه میکنی. خب که چی؟ لیسا، کسی واسه این چیزا آدم نمیکشه. تو چه میدونی؟ من که قصد نداشتم تو رو بکشم. فقط میخواستم زجر نکشم. چرا مشروب میخوری؟ واسه اینی که زجر نکشی؟ میخوای هرچی زودتر زشت و چاق و پف کرده و به درد نخور بشی؟ میخوای منو تحریک کنی؟ میخوای با یه زن پف کرده مثل ذرت بوداده اینور و اونور برم که وقتی به مردم میرسی تو دلت بگی نگاه کنی با این حال با منی که مونده؟ قبول داری؟ همیشه حرفامو قبول میکنی واسه اینکه راضی میکنی، واسه اینکه خلاص شی. میگی آره تا مجبور نباشی حقیقتو فاش کنی. چی اذیتت میکنه؟ حدس میزنم که نمیتونی بهم بگی و الا تا پشتمو میکردم مشروب نمیخوردی، از پشت بهم حمله نمیکردی. آدم این کارا رو وقتی میکنه که قادر به بیانش نیست، ولی با این حال باید سعی کنی برام توضیح بدی. لیزا با اشاره رد میکند. ژیل انگار که با کودک طرف است اصرار میکند. به نظرت میاد کار دشواریه در حالی که خیلی ساده است. به زبون آوردنش سخته ولی فکر کردن بهش ساده است چون تو دائم داری بهش فکر میکنی. زندگی من و تو خب واسه من مهمه ولی برای تو ارزشی نداره. اشتباهه ولی ادامه بده. برای تو یه جور توافقی که به نفعته. اشتباهه ولی ادامه بده. اشتباهه؟ سرنوشت عشق زوال است. خودت تو کتاب خورده جنایت‌های زن و شهری نوشتی. وحشتناکه. وقتی خوندمش احساس کردم که ناخواسته صحبت‌های در گوشی 2 آدم رو شنیدم که نمیبایست. صحبت‌هایی که ازم غیبت می‌کردی، کلی چرا در موردمون سرهم کرده بودی. صحبت‌هایی که آرزوامو به باد میداد. زوال عشق موریانه. این حشراتی که چوب و اسکلت ساختمونا رو میجوند. کسی نمیبینتشون، صداشونو کسی نمیشنوه. اونقدر میجوند تا بالاخره یه روزی ساختمون فرو میپاشه. بدونی که بفهمیم همه چیز پوک شده بود. معماری، چارچوب، تمام اون چی که میبایست دیوارا رو نگه داره اما پوک. و این زندگی من بود. تنبلی جای عشقو میگیره. عشق جاشو به عادت میده. ظاهرش به خونه میمونه ولی ستوناش دیگه از چوب نیستن، از کاغذن. عشق و علاقه. اولش منو به همه ترجیح میدادی. آیا هنوزم منو به همه ترجیح میدی؟ ادعا میکنی دوستم داری. آیا هنوزم برای جذاب و خواستنی هستم؟ چون اینجا هم کسی این سوالا رو مطرح نمیکنه. این سوالا مثل امیالمون محو شده. دیگه دلت نمیخواد با من زندگی کنی. برای اینکه داری با من زندگی میکنی. دیگه برات رهایی نیستم. زندانم. هر جا میرم سر راهتم. سنگینی بار وجودت احساس میکنم. ولی هنوز میخوام باهات ادامه بدم. برای چی ادامه بدی؟ اینجا هم دستتو خوندم. اون چی که باعث میشه یک زن و مرد با هم بمونن مسائل مبتذل و پستیه که بینشونه. به خاطر منافع، ترس از تغییر، وحشت پیری، ترس از تنهایی. سوس میشن و تحلیل میرن. دیگه حتی فکرشون هم نمیکنن که بخوان کاری بکنن که زندگیشون رو عوض کنن. اگه دست همون میگیرن برای اینی که تنها به گورستان نرن. تو به خاطر دلیل منفی با من موندی. که لابد دلایل تو مثبت بود. آره. دلیل تو چی بود؟ تو با اینکه ژیل از این ابراز احساسات منقلب شده است دست از استهزا نمی‌کشد. چون دوستم داری میکشیم؟ لیزا با سر خمیده و نگاهی که به زمین دوخته شده است زیر لب زمزمه می‌کند دوستت دارم و این منو میکشه. ژیل می‌داند که حرف‌های لیزا از ته دل است. اون روز کذایی خیلی زجر میکشیدم. تنها بودم. مشروب خورده بودم. اول یکم.
اونقدر که بتونم منتظرت بشم، ولی تو نیومدی. ادامه دادم. هرچی بیشتر منتظرت میشدم بیشتر دلم برات تنگ میشد. هرچی بیشتر منتظرت میشدم تو عمدن دیر میکردی. هرچی بیشتر منتظرت میشدم بیشتر بهم کم معلی میکردی، تحقیرم میکردی، لهم میکردی. برام روشن بود. اگه هیچ وقت بهم نمیگی که داره بهم خیانت میکنه، برای اینکه دائم این کارو میکنه. اگه هیچ وقت در مورد بقیه زنها با هم صحبت نمیکنه، برای اینکه دائم اونا رو میبینه. اگه هیچ وقت بنده آب نمیده، برای اینکه خوب درسشو بلده. وقتی مشروب میخوری فکر میکنی درها رو روی دشمنت بستی، در حالی که دشمنت آوردی توی خونت نشوندی، اونم برای همیشه، اونم پشتت به قفلای سکوت. مشروب میخوری تا افکارتو غرق کنی، ولی بدتر و شدیدتر دامنتو میگیرن. شک و سوءظنی رو که میخواستی از بین ببری، الکل قویتر و شدیدترش میکنه. باعث میشه همه جا رو اشغال کنه. مطمئن بودم که میخوای ترکم کنی. یعنی اول بطری فقط احتمالش رو میدادم. وقتی به آخرش رسید دیگه حتم داشتم. وقتی رسیدیم مست عصبانیت بودم. قایم شدم و بهت حمله کردم. فکر کردی با زن دیگه هستم؟ به من مربوط نیست. فکر کردی با زن دیگه هر هستم؟ کاری میخوای بکنی بکن، نمیخوام بدونم. فکر کردی با زن دیگه هستم؟ ما زن و شوهر آزادی هستیم. هر جا بخوای میری، منم همینطور. این مسئله بین ما حل شده است. پس یعنی اینطوری فکر میکردی؟ خواهش میکنم سعی نکن به قبولونی که حسودیم شده بود. معلومه. به عبارت ساده حسودیت شده بود. نه خیر. بله، دست بردار. البته اومالیه، ولی خب در مورد تو صادقه. آمول نیستم. هستی. تو اجتماع ادعا میکنی که روشن فکری، ولی در حقیقت حتی فکر اینه که یه زن دیگه به من دست بزنم نمیتونی قبول کنی. خب معلومه. این مزخرفاتی که آدمو توی مهمونی‌ها وقتی دیس غذا رو به هم تعارف میکنن سرهم میکنن که مثلا جذاب به نظر بیاد. پس معتقد به آزادی نیستی؟ معلومه که نیستم. پس حسودی. خیلی. پس در این صورت زن و شوهر آزادی هم نیستی. فقط در حرف. خیلی مبهم. آخر غذا بین پنیر و قهوه، نه بقیه وقتا. موافق نیستم با. منم همینطور. منم با خودم موافق نیستم. برای اینکه یه مغز ندارم که 2 تا مغز دارم. جیل 2 تا مغز دارم. یکی متجدد و مدرن و اون یکی سنتی و عقب مونده. اون مدرنه به آزادی احترام میذاره. از گذشت و بزرگواریش هم سرمسته. با ظرافت از خودش شعور و درک نشون میده. اما اون یکی میخواد که فقط مال من باشی. حاضر نیست تو رو با کسی شریک بشه. با اولین زنگ تلفن ناآشنا از جا میپره. با یک صورت حساب رستوران نامعلوم 1000 جور فکر و خیال میکنه. با کوچکترین تغییر عطری تو هم میره. وقتی دوباره ورزش از سر میگیری یا لباس نو میخری نگران میشه. شبا وقتی تو خواب لبخند میزنی مشکوکه. از فکر اینکه یه زن دیگه ببوستت، که کسی بازوشو داره گردنت بندازه، که پای کسی زیر بدنت باز بشه حاضر دست به قتل بزنه. یه خزنده در ته وجودمه با چشمای زرد و نافذ و همیشه هوشیار که هرگز آروم نمیگیره. این منم ژیل. این منم. حتی با کلاسای فشرده و 2500 سال تعلیم و تربیت نمیتونی از عشق این جنبه حیوانی و غریزیشو جدا کنی. لیزا، ازدواج مثل یه خونه‌ایه که کلیدش دست ساکنینشه. اگه از بیرون در روشون ببندن این خونه زندان میشه، اونا زندانبان. دیدی بعضی از آدم‌ها هنوز پاشون به یه جایی نرسیده میخوان فرار کنن؟ تو هم مثل اونایی. نه. سراغ زنای دیگه میری، باهاشون قرار میذاری، تمام وجودت پر از میل و تمناست. تو سلامت من هستی، اونای دیگه تب منن. زیادی سرما میخوری. این چیزیه که تو فکر میکنی. چه میدونی؟ آره، ولی تصور میکنم. میدونی یا تصور میکنی؟ تصور میکنم، ولی چه فرقی میکنه؟ همونقدر دردناکه. بله همونقدر دردناکه، شادم بیشتر. موریانه ها، میدونم این موریانه ها کجان. تو کلت. چاره‌ای ندارم، تو که چیزی بهم نمیگی. خب گفتن همه چیز کار به جایی نیست. ضمناً اون شب حق با تو بود، من با یه زن دیگه بودم. آها، میبینی؟ با ناشرم روزلین. روزلین؟ بله، روزلین گنده و پتوپن، همونی که از رو محبت چی صداش میکنی؟ گاو بیشا خودم. خب درسته.
شغلم که نداره. ژیل و لیزا به هم نگاه میکنند و میزنند زیر خنده. خندهشان دیری نمیپاید ولی کمی آرامشان میکنند. خلاصه این که محکوم تخیلات تو هستم. محاکمه هم همینجا برگزار شده، در غیاب من، بدون مخالفت، بدون دفاع، تو فاصله 2 تا بطری ویسکی که پشت کتابان پنهون شدن. تو منو نقش برزمین کردی برای که تو خیالاتت یه ژیل واهی ترکت کرده بود، محلت نمیذاشت و تو بغل این و اون میلولید. موضوع سر اینه لیزا، تو سر یه آدم تخیلی نزدی، زدی تو سر من. ببخشید. قبلا مشروب میخوردی؟ در حالی که با مشروب سم وارد بدنت میکردی تقصیرها گردن خودت مینداختی، حساب خودتو میرسیدی. این دفعه نوبت من شده بود. ببخشید. شایدم تو فقط برای رابطه‌های کوتاه مدت ساخته شدی، فقط برای همون ابتدای یه رابطه. نه این تو نیست. شاید در درون تو یه کسی هست که نمیخواد با من پیر بشه، کسی که میخواد رابطه ما تموم بشه. نه. چرا؟ تو ماجراهایی رو دوست داری که تحت اراده تو هستن، نمیتونی تحمل کنی که از ارادت خارج بشه. خارج؟ بله، از اختیارت خارج بشه، که اوضاع زیادی جدی شه، که احساسات برات زیادی قوی شه. اگه آدم میخواد از همه چیز مطمئن باشه باید به روابط کوتاه مدت اکتفا کنه. روابط راحت، آشنا، بی دغدغه، با یک آغاز مشخص، یک وسط و یک انتها. یک راه مشخص با مراحل کاملا واضح و تعیین شده. اولین لبخندی که رد و بدل میشه، اولین قهقهه، اولین شب، اولین جر و بحث، اولین آشتی، اولین کسالت، اولین سوء تفاهم، اولین تعطیلات خراب شده، اولین جدایی، دومین، سومین، بعدم جدایی واقعی. بعدش آدم دوباره شروع میکنه همون بساطو، ولی با یه آدم دیگه. بهش میگن یه زندگی پرماجرا، ولی در واقع یه زندگی بی ماجراست. یه زندگی فهرستگونه. تو این زندگی عشق ابدی عاقلانه نیست. این که آدم مدت‌ها کسی رو دوست داشته باشه دیوونگیه، یه دیوونگی محض. کار عاقلانه اینه که فقط دوران شیرین عاشقی عاشق باشی. آره، عقل گرایی عاشقانه اینه، تا وقتی که اوهام عاشقانمون ادامه داره همدیگه رو دوست داریم. همینی که تموم شد همدیگه رو ترک میکنیم، به محض اینکه در برابر شخصیت واقعی هم قرار گرفتیم و نه اونی که در رویامون بود، از هم جدا میشیم. نه من اینو نمیخوام. خب این خلاف طبیعته که آدم برای همیشه و طولانی مدت کسی رو دوست داشته باشه. در این صورت برای اینکه جریان ادامه پیدا کنه باید عدم اطمینان و تردید رو قبول کرد، از امواج سهمگین گذشت، کاری که فقط با اعتماد میشه انجام داد. باید خودتو به امواج متضاد و متناقض بسپاری، گاهی شک، گاهی خستگی، گاهی آسایش، ولی در ضمن باید خشکی رو هم در نظر داشت. تو هیچ وقت مایوس نمیشی؟ چرا؟ اون وقت چی کار میکنی؟ به تو نگاه میکنم و از خودم سوال میکنم علیرغم تمام تردیدها و سوء ظنها، خستگیها، آیا دلم میخواد این زن از دست بدم؟ و جوابشو پیدا میکنم، همیشه یکیه. با این جواب امید و شجاعتم هم برمیگرده. عشق و عاشقی کار عاقلانه‌ایه، یه آرزوی واهیه که دیگه مال این دور و زمونه نیست، اصلا معنی نداره، عملی نیست، تنها توجیهش خودشه. اگه یه روزی قادرشم به تو اعتماد کنم دیگه اون وقت به خودم اعتماد ندارم. برام سخت اعتماد داشتن. اعتماد داشتن؟ آدم هیچ وقت اعتماد نداره. اعتماد مالکیت پذیر نیست، میتونه در اختیار کسی قرار بگیره. آدم اعتماد میکنه. دقیقاً همین برام سخته. خب برای اینکه تو جایگاه تماشاچی و قاضی قرار میگیری، از عشق توقع داری. خب آره. در حالی که این عشقی که از تو توقع داره، تو میخوای عشق بهت ثابت کنه که وجود داره. چه اشتباهی! این تویی که باید ثابت کنی که عشق وجود داره. چطوری؟
با اعتماد کردن. لیزا میفهمد ولی قادر به درک و احساس حرفهای ژیل نیست. احساس ناامنی تمام وجودش را احاطه کرده است. نمیداند با خودش و بدنش چه کار کند. من میرم چمدونمو بیارم. در رفتار ژیل به دنبال تایید میگردد. چون ژیل واکنشی نشان نمیدهد تکرار میکند 15 روزه که آماده است. ژیل هیچ عکس‌العملی نشان نمیدهد. لیزا از پله‌ها بالا میرود و با چمدان برمیگردد. با این حال در برابر ژیل توقف میکند. به فکرت خطور نمیکنه که ببخشمت؟ چیزای زیادی برای بخشش هست. شکام، ضربه هام، دروغام. میتونم همه رو یه جا ببخشم. خیلی زجرت دادم. اگه زجران بهاییه که باید بر زندگیمون بپردازم، پشیمون نیستم. لیزا کودکانه با حرکت سر دوباره رد میکند. خب تو هم منو چند دقیقه پیش بخشیدی. فرق میکنه، اون آسون‌تر بود. تو که نخواسته بودی منو بکشی. اون چیزی که من شنیدم حرف دیگه ای بود. حرفت اینو میگفت ژیل میخوام با تو زندگی کنم. آره. یعنی الان نمیخوای؟ نه. اون وقت نمیدونستی. فکر میکردی که اون تو بودی که میخواستی. نه، اون موقع هم میدونستم. باور کردن این حرف برای لیزا بی نهایت دشوار است. ژیل آرام ادامه میدهد. همه چیز یادمه. همین که روی برانکارد به هوش اومدم همه چی یادم اومد. من حافظه‌مو از دست ندادم. چی؟ فراموشی یه نوع تحقیق و جستجو بود. میخواستم بفهمم چه چیزی باعث شده به حدی از من متنفر شی که تو تاریکی بهم حمله کنی. فراموشیم دروغی بود. برای برگشتن و پیدا کردن تو. دروغای من فقط از عشق بود. لیزا با تغییر نگاهش میکند. با این حال ژیل با مهربانی ادامه میدهد. بعد از 15 سال زندگی برای رسیدن به حقیقت دیگه راهی باقی نمونده بود مگه دروغ. حقیقت؟ بفرمایید. حالا هر دومون حقیقت رو میدونیم. خب که چی؟ ها؟ با این حقیقت باید چیکار کنیم؟ هیچی. شاید اون چیزی که یه زوج باید با هم تقسیم کنن حقیقت نیست لیزا، بلکه رازه. راز اینی که هنوز برای من جذابی. راز اینی که منو میخوای. راز اینی که این خواستن تموم شدنی نیست. چرا؟ تموم میشه. لیزا برای خودش یک گیلاس ویسکی میریزد و خالی سر میکشد. بعد چمدانش را بر میدارد و به طرف در میرود. لیزا، من میبخشمت. خوش به حالت. قبول کن که ببخشمت. خواهش میکنم. آفرین. تو فوق‌العاده‌ای. خب ولی اگه تو خودتو نبخشی که فایده‌ای نداره که من تو رو ببخشم. لیزا از شنیدن این حرف جا میخورد و در درگاه متوقف میشود. با عصبانیت به طرف ژیل برمیگردد. از اینکه همیشه نقش آدمای خوب رو بازی میکنی خسته نشدی؟ نقش آدمای خوب؟ خودم متوجه نبودم. من دیگه به اینجام رسیده. از اینکه آلودگی مغزم رو میبینی، از اینکه منو درک میکنی، عذرم رو میپذیری، منو عفو میکنی، چونم به لبم رسیده. دلم میخواد که از من متنفر باشی، کتکم بزنی، فوشم بدی. میخوام که تو هم مثل من زجر بکشی. ژیل بطری ویسکی رو به لیزا نشان میدهد. یه گیلاس دیگه برای توی راه. خشمگین از اینکه ژیل در مورد مشروب سر به سرش میگذارد، لیزا بطری مشروب را از دست ژیل میقاپد و با شهامت لاجرعه تا ته سر میکشد. بفرمایید. عالیه. از اینکه تو همیشه از من بهتر بودی جونم به لبم رسیده. تا چند دقیقه پیش بدتر بودم. در نهایت درسته که تو بهتری، ولی با این حال غیر قابل تحمله. خب متاسفم که خودمم. لیزا به طرف در میرود. ژیل سعی میکند نگهش دارد. لیزا، ما هم دیگه رو دوست داریم. نباید از هم جدا بشیم. درسته. همدیگر دوست داریم. ولی به طرز بدی دوست داریم. خداحافظ. لیزا در را باز میکند. لیزا، میخوام ازت تشکر کنم. ببخشید؟ من به توجه نمی‌کردم. مثل چادری که چهره زنا رو میپوشونه. منم سراپاتو با محبت پوشونده بودم. به طوری که پشت این حجاب دیگه خطوط چهره‌تو نمیدیدم. حتی جرئت نمی‌کردم ازت بپرسم چرا مشروب می‌خوری؟ خیالم راحت بود که سالهاست با هم زندگی می‌کنیم. 15 سال. من متوجه نبودم که زمان با عشق سازگاری نداره. متشکرم که این زوج به خواب رفته به قتل رسوندی.
متشکرم که از این غریبه هایی که من و تو بودیم و کشتی. ازت سپاسگزارم. فقط یه زن میتونه همچین شهامتی رو داشته باشه. لیزا شانه‌هایش را بالا می‌اندازد. ژیل برای اینکه نگهش دارد ادامه می‌دهد. مردا بی دل و جرأتن. نمیخوان با مشکلات زندگیشون روبرو بشن. دلشون میخواد فکر کنن که همه چی رو به راهه، در حالی که زنان روشونو بر نمیگردونن. اینا رو برو تو کتاب بعدیت بنویس. تعداد خواننده‌های زن زیاد میشن. زنها با مشکلات مواجه میشن لیزا، ولی نمیدونم چرا بیشتر فکر میکنن که مشکل از خودشونه. فکر میکنن دلیل فرسودگی زندگیشون از کم شدن جذابیتشونه. خودشونو مسئول و مقصر میدونن و گناه همه چیز گردن خودشون میندازن. مردها گناهشون خودخواهیشونه، زنها خودمحوریشون. آفرین. 1-1 مساوی. 0-0 مساوی بی نتیجه. خدا حافظ. لیزا، من برگشتم به زندگیمون، به زندگی زناشوییمون. من بعد از تصادف دچار فراموشی نشدم، ولی قبلش فراموشی داشتم. برای اینکه شب و روز با تو به سر می بردم، ولی برای خودم حکایت دیگه می بافتم. برای اینکه تن تو تحریکم می کرد، ولی الانم سراغ زنای دیگه می رفتم. برای اینکه احساس شدیدی نسبت بهت داشتم، ولی ترجیح می دادم اسمش تب و تاب زودگذر بذارم. برای اینکه در نهایت بهت وفادار بودم، ولی ترجیح می دادم بمیرم تا اقرار کنم. می پرستیدمت، ولی یادم می رفت بهت بگم. لیزا، منم یه مردم و خصوصیت مردا همینه که سرنوشتشون رو انکار میکنن. آزادیشون رو ترجیح میدن، ولی آزادی بدون قبول تعهد که آزادی نیست. آزادی تو خالی، تهی، بی محتوا. آزادی که جرأت انتخاب نداره. آزادی متزلزل. آزادی احتیاطی. به چه دردی میخوره؟ مردا بیشتر تو رویای آزادی هستن، ولی کمتر به کارش میبرن. با دقت تو قفسه نگهش میدارن تا خاک بخوره. آزادی هم خشک میشه، میپوسه و قبل از اونا میمیره. مردا واسه خودشون داستان میبافن، یه جور دیگه زندگی میکنن و برای خودشون یه چیز دیگه تعریف میکنن. برای خودشون شاعرانه و بی سر و صدا یه زندگی دوگانه میسازن. یه زندگی مرموز، مطلوب، رویایی. همون وقتی که تو آغوشت برای 1000مین بار خوشبختی رو احساس میکردم، باز خودمو شیری میدیدم که قادر به تسخیر هر زنیه. حتی همون روزی که این آپارتمان میخریدیم، تو سرم هوای رفتن بود. وقتی رو زمینم فکر میکنم دریا نوردم. وقتی تو دریام دنبال ساخت و ساز تو خشکیم. وقتی عاشقم از قید و بند گریزونم. وقتی مزدوجم از فراری بیزارم. لیزا، من آدم دوگانه‌ای بودم و از این بابت به خودم میبالیدم. کنار خودم راه میرفتم. قادر نبودم به واقعیت بسنده کنم. هیچی به وجدم نمی آورد. اگه جایی زندگی میکردم برای این بود که از اونجا فرار کنم. قادر نبودم بهت بگم چقدر دوست دارم. برای اینکه در اون صورت مثل این بود که به دستای همزادم دستبند میزدم. اگه اقرار میکردم که زندگی من و تو بزرگترین ماجرای زندگیمه، همزادم کلی دستم مینداخت و بهم میخندید، مسخرم میکرد. آره، من برگشتم. همزادم رو تو بیمارستان گذاشتم. تو با اون ضربت کشتیش. خدا روح پریشانشو بیامرزه. هیچ کی افسوسشو نمیخوره. لیسا، دوست دارم. به خاطر کارهایی که در حق ما کردی. بهت حسودی میشه. دوست دارم چون ملایم نیستی. دوست دارم چون جلوم در میای. دوست دارم چون قادری منو بزنی. دوست دارم چون همیشه واسم همون غریبه زیبا باقی میمونی. دوست دارم
چون فقط وقتی حاضری با عشق بازی کنی که از ته دل بخوای. و اگر بکشمت؟ اگه قراره بمیرم دلم میخواد به دست تو باشه. اگه بری نمیمیرم، ولی زندگیم زهر میشه. خواهش میکنم بمون، با من بمون. زن دیگه ای نمیخوام. همین قاتل واسه 7 پشتم بستمه. خداحافظ. لیزا از اتاق خارج می شود. صدای پایش را می شنویم که دور می شود. ژیل تنها مانده و مردد است. کمی دور خودش می گردد. بعد مثل اینکه می خواهد بخوابد همه چراغ‌ها را خاموش می کند. فقط چراغ مطالعه بالای مبل را روشن می گذارد. از جلوی ضبط صوت می گذرد و آهنگ جاز می گذارد. بعد متفکر در حلقه نور می نشیند. لیزا آرام وارد می شود. خسته، تلو تلو خوران و بدون چمدان. ژیل متوجه می شود ولی عمدن بر نمی گردد. صبر می کند. لیزا پشت سر ژیل می رسد. فکر میکنم روی ماشینتون استفراغ کردم. ژیل خوشحال است ولی احساساتش را نشان نمی دهد. بدون اینکه به لیزا نگاه کند خیلی طبیعی صحنه روز آشناییشان را بازی می کند و پاسخ می دهد به هر حال از رنگش بیزارم. همیشه دلم میخواست منحصر به فرد باشه. حالا دیگه کاملا تکه. لیزا متوجه می شود که می تواند با این لحن سبک ادامه دهد. جملات ژیل را در شب آشناییشان تکرار می کند. عجب روزگار بی‌مروتیه. هر کاری بخواد میکنه. لیزا از برابر ژیل می گذرد و به او نگاه می کند. چجور مردی هستی؟ با به طبع شما. درسته. با هر جمله تمام پشتم عرق میکنه. احساس میکنم مغزم خواب رفته. تمام عوارضی که بهش خاطرخواهی میگن به سراغم اومده. متاسفم، ولی علاجش دست من نیست. خود شما علاجی. کسی تو زندگی شماست؟ آره. فعلا تو. پایان. اجرا شده توسط گروه نمایش فالش به تاریخ 30 سپتامبر 2020. مرسی دوستان بابت همراهیتون. عالی بود، عالی بود، عالی بود. خسته نباشید خسته واقعا. نباشید. دستتون در نکنه. خسته نباشید. خسته نباشید دوستان، دستتون در نکنه. آقای زاره اجرای خوبی بود، بسیار عالی. به تو خسته نباشید میگیم. در خدمت شما. خسته نباشید. سپاس، لطف دارید. مرسی. واقعا 2 ساعت دیالوگ خواندن و کار طاقت فرساست. واقعا دستتون در نکنه واقعا. خواهش میکنم. امیدوارم که لذت برده باشید و اگرم نقد و نظری داشته باشید که قطعا خوشحال میشیم که بشنوید. سلامت بشین انشالله. البته ما زمان جلساتمون 1 ساعت بیشتری تا 1 ساعت و نیم هست، اما ماشاءالله خب کارش واقعا 2 ساعته بود. خدا رو شکر و حتما دوست داریم در موردش صحبت کنیم واقعا. مرسی. و من فکر کنم که یه آقای توی چت پیام جناب آقای داده. آقای آریان قرار بود در تو متن صحبت کنن. آره. حالا ما با توجه به اینکه زمان مهم هستش و فقط من به دوستان بگم که کسانی که علاقه‌مند نیستن یا محدودیت زمانی دارن یا کمی خسته هستن میتونن بدون هیچ گونه معذوریتی و مشکلی جلسه رو ترک کنن و بقیه دوستانی که علاقه‌مند هستن مثل ما میشینیم و صحبت میکنیم و از صحبت‌های دوستان هم کمال استفاده رو میبریم. پس از جناب آقای آریان عزیز شروع میکنیم که قرار بود در اتاق متن صحبت کنن. در خدمت شما هستیم. با درودهای دوباره به دوستان، آفرین به شما محسن جان، مریم جان و آنیه جان. خیلی با صبوری و خوبی اجرا کردید. من دومین بار بود که نمایشنامه رو با اجرای شما میدیدم و خب من باورم اینه که نمایشنامه و اکثر کارهای اشمیت رو باید چندین بار آدم ببینه، برای اینکه فکر کنم برای هر انسانی توی رابطه‌های دوستیش و زناشوییش و هر گونه رابطه دیگه‌ای میتونه این نمایشنامه به ویژه این خیلی کمک بکنه که ببینه آدم چه غفلت‌هایی در زندگی میکنه و چگونه زندگی رو از دست میده. آموزنده است، انسانی. اما
در مورد اریک امانوئل اشمیت بگم به شما. ببین متولد 1937 ایرانه، توی بهار به دنیا آمده 1960. مادرش قهرمان دو و قهرمان بوکس بود و ورزشکار خیلی حرفه‌ای ولی علاقمند به تئاتر. ولی پدرش یه رادیولوژیست بود و خود اریک میگه وقتی که اریک امانوئل میگه وقتی من رفتم با مادرم تئاتر در دوران نوجوانی کم کم به تئاتر علاقمند شدم. بعد به این نتیجه رسیدم که تو 16 سالگی تصمیم گرفتم دیگه نویسنده بشم. ولی با این احوال این تصمیم تا زمانی که به اجرا گذاشته شده تا سال 89 ادامه پیدا کرده. اریک مثل چون از یک قله‌ای میاد توی روشنفکرهای فرانسه که نگاه بکنید خیلی شباهت به پیشینیان خودش داره. رفته فلسفه خونده تا دکتراشو در رساله به نام دیتروت و متافیزیک نوشته و اریک درست به سبک کامو و سارتر که هم فیلسوف بودن هم نمایشنامه نویس و نویسنده، اتفاقا از همون سلک که با توجه به اینکه به عصر جدید و دوره پست مدرن تعلق داره، میگه اریک موقعی که رفته صحرای آگاهی اونجا علاقمند به روشنضمیری و انلایتنمنت شده. در صحرای آگاهی کتاب آتشش رو هم در همونجا نوشته و اگر نگاه کنید علاقمندی زیادی به عرفان آمریکای لاتین داره و دادگاه دونخوان یکی از کاراشه. اتفاقا انجیلای من و همینطور آقای ابراهیم و گلای قرآن همه اینا نشونه اینه که اریک شدیداً به علاقمند به مقوله مذهب و اسطوره شناسیه. اتفاقا تو رسالاتش تو همه کاراش اریک علاقمندی شدیدی به درآمیختن اسطوره و فلسفه با هم داره. بحثاش همیشه فلسفیه. ببینید تو همین کاری که اینجا هست لیزا و ژل با هم دیگه بحثایی دارن در مورد روشنفکری و اریک دائما مسخره میکنه روشنفکرای فرانسه رو. یه مقداری هم که دلخور شد از روشنفکرای فرانسه به خاطر رشد نجات پرستی در فرانسه بود. اریک در واقع به نوعی با یه اعتراض شهر متولد شهر لیونه ولی الان رفته بلژیک زندگی میکنه و حتی شهروندی بلژیکی گرفته. آثارش 50 تا زبان و کشور اجرا شده، زبان‌های متعددی اجرا شده، پشت سر هم جایزه گرفته و کسی بود در حیاتش بسیار شناخته شده است. در بین آلمانیا و رفتار داره، یعنی ایرانی‌ها چگونه با کاراش ارتباط میگیرن نمونهش خب میبینید دیگه، کار آقای زارو، خانم مریم و خانم هانی هست. یعنی این نشون دهنده اینه که ایرانی‌ها با آثارش ارتباط میگیرن. من خیلی چیزا میتونم بگم ولی زمان کمه، من همین کفایت میکنه. آفرین به شما. متشکرم جناب آریان، لطف کردید، سپاسگزار. در رابطه با اریک امانوئل اشمیت اشاره کردید. واقعا نویسنده خیلی خوبیه. در ایران هم طرفداران زیادی پیدا کرده، به خصوص همین متن خرد جنایت‌های زن و شوهری در اجراهای متعددی داشته و بسیار عالی. دیگر دوستان اگر که صحبتی در رابطه با کار اجرایی دارن بفرمایید، نکات رو بگیم و حالا اگر که چیزی قرار بود به اصطلاح همون موقع پاسخ داده بشه که جناب آقای زاره و تیم اجرایی تشریف دارن و اگر نه که ما نظرات رو کلا جمع میکنیم و در نهایت کارگردان گروه صحبت میکنن. خب نفر بعدی چه کسی هستش؟ آقای افزایش هست. آقای اسلوب. آقای افزایش بفرمایید. آقای طباطبایی هم صحبت داشتن بعدش. بله. نمایشگر است. آقای افزایش هم هستی؟ سلام، من صدا و تصویر رو دارید؟ آقای طباطبایی بفرمایید. آقای طباطبایی بفرمایید. آقای افزایش میکروفون رو بسته است هنوز. سلام استاد، خدمتتون هست. نمیدونم الان صدا و تصویر دارید؟ بله آقای افزایش صحبت میکنن. الان میکروفون آقای افزایش باز شد. بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. بفرمایید آقای طباطبایی. از ادب خدمت اول تیم اجرا کننده که بسیار خوب
اجرا کردن. خب نمایشی بر کلام استواره و توسط یک فیلسوف، در واقع یک فیلسوفی که فارغ التحصیل فلسفه است نوشته شده. حرکت به اصطلاح خاص در نمایش اتفاق نمیفته، ولی با کلام بخواید نگه دارید تماشاچی رو، فقط از اجرای خوب شما برمیاد. معلومه که ازم تموم شد سوالم بعداً پاسخ بدید که چی شد که این انتخاب کردید، چون این کار سختیه، یعنی به چه جرأتی. این یک. اما نظرم عرض کنم خدمتتون، در اولا به عکس بیشتر نمایش‌هایی که روحانیایی که این روزا در فضای مجازی من سعادت دارم نگاه میکنم، این تیم صداشون خوب بود، صدا خوب میرسید و این برای من خدا رو شکر کردم. این حجم اجرا حداقل صداش خیلی هم خوب اجرا شد و هم خوب صدا آمد. اما خیلی دلم میخواست که همین چیدمانی که الان نشستید 3 نفره، ای کاش اینجوری نشسته بودید. این بیشتر من دلم میخواست. یعنی چهره شما دو بازیگر رو ما بخشش خود زیر کلاه پوشیده شده، ما در واقع هم نیمرخ بود، هم یه بخشی هم زیر کلاه بود. یعنی ما محروم شدیم، از زحمتتون محروم شدیم. دلم میخواست این اتفاق میافتاد. عرض بعدیم اینه که همه اینو به خاطر اینکه خوب اجرا کردید من معترض میشم. اما یعنی برای اینکه آقا یه کاریش کاش اینجوری می‌نشستن. البته در میان کار به بعد بازیگر مردمون یه خورده چرخید، خانم هم همینجور، اما به یه کلاه برداشته شد و این خیلی میپوشون چیزا. یعنی حیف بود بازی، شما فقط چهره داشتید، شما چیزی نداشتید که در واقع خطوط صورتتون بود که باید کمکتون میکرد. اما در مورد توزیع صحنه من جسارتاً عرض میکنم، توزیع صحنه رو تو کتابی که چاپ شده برای چاپ نوشته شده. یادمون باشه تو نمایشنامه موقعی می‌نویسن توزیع صحنه رو برای مطالعه نوشتن، نه برای اجرای اصطلاح مثلا نمایشنامه خوانی. اینجا دیگه با یه دستکاری میشد. مثال میزنم، مثلا البته مجری در واقع کسی که خوانش به اصطلاح توزیع صحنه رو میداد خیلی مسلط بود، خیلی آماده بود، مرسی، خیلی خوب بود. اما مثلا فرض صدایش بلند میشود، مکس میکند، عرض کنم که سعی میکند یا لبخند میزند، اینا رو ما میدیدیم دیگه. و به نظرم اینا رو چون هی ما رو جدا میکرد از بازیگر، متوجه باید هی اگه خاطرتون باشه دوستان، نمایش قبلی که از دبی دیدیم یک شهامتی به خرج داده بودن دوستان، کلا میان به اصطلاح توزیع صحنه رو برداشته بودن و خیلی ارتباط بیشتر. البته خب تو این کار سختی بود، امکان نداشت، اما به نظرم اون چیزی که برای چاپ نوشته میشه با چیزی که باید اجرا بشه باید متفاوت باشه. که اینا باز عرض میکنم، باز تاکید میکنم، چیزی از ارزش بازی شما کم نمیکنه. من چون از دست میدادم عصبی میشد، بازی شما رو از دست میدادم، خوب بازی میکردید، بعد هی این بعضی از کلمات اضافه میامد این وسط. البته بازم میگم اون کسی که در واقع توزیع صحنه رو صحبت میکرد خیلی خوب صحبت میکرد، ولی کلمات باید اصلاح میشدن. اما خب کار یک فیلسوف، همونجور که فرمودن آقای آریان بسیار خوب فرمودند، شما با نویسنده طرف بودید که از نسل سارتر، اینا به اصالت وجود خیلی اعتقاد دارن. مسئله مرگ تو همه کارهای شما، توی همه کاراش بیشتر کاراش میبینید. مخصوصا یه کاری رو من خیلی وقت پیش تقریبا خوندم که اگر خاطرم باشه یادداشتم کردم، یک روز قشنگ بارانی، دقیقاً اونو آنتوان و هلن هستن، اینجا ژیل و لیزا هستن. همیشه این درگیری هست، این چیز هست، این کنکاش پیدا کردن وجود هست و
مرسی، هم کار خوبی رو انتخاب کردید، کار سختی رو انتخاب کردید، هم خوب اجرا کردید. دستتون در نکنه. لحظات خیلی خوبی رو ما داشتیم امروز. سپاس از جناب آقای طباطبایی. آقای زاهدی توضیح خاصی داری در این قسمت؟ مرسی و سپاس از جناب طباطبایی. توضیح خاصی رو من معمولا دوست ندارم روی نظر مخاطب بخوام چیزی رو بگم. قطعا هر چیزی که مخاطب من برداشت کرده و هر چیزی که دریافت کرده درست هست با توجه به اون چیزی که بعد از کار دریافت میکرده. اما صرفا اینی که چرا ما این متن رو انتخاب کردیم به علت علاقه شخصی من بود راجع به مباحث فلسفی بزرگی که تو کار مطرح میکرد و نگرش عمیقی که به روابط انسانی، یعنی ما در اون از این جنگ‌های روزانه راجع به نمیدونم مردسالاری و فمینیسم و نمیدونم تمامی این چیزها فارغ میشدیم و رابطه انسانی دو نفر رو داشتیم میدیدیم که فارغ از جنسیت ها داشت شکل میگرفت و این اتفاقی بود که برای من خوشایند بود و این رو به زیبایی مطرح میکرد و معانی عمیق رو به ما میداد. راجع به اینی که چرا ما تصمیم گرفتیم که خوانش نمایشنامه به صورت کامل انجام بشه، صرفا یک تصمیم شخصی هست که برای من اینجوری اتفاق افتاد که واسه من احتیاج به یک نخ تسبیح به عنوان سیمان بین روابط این دوتا دیالوگ های دوتا بازیگر نیاز بود و اون هم صدای یک روایتگر بود به عنوان یک در واقع قصه گو. و اگر که ما تلاش کردیم که تمامی اون انجام بشه به این علت بود که تمامی متن به طور کامل در واقع خوانش بشه و ما تلاش کردیم با بازی خودمون خوانش ها رو یک جوری بصری تر هم بکنیم و خب متن یک متن دیالوگ محور هست و 2 ساعت هم اجرا بود. اینه که شاید ما هم احتیاج به یک تنفس های وسطش زمانهای خوانش روایتگر ما از اونا بهره گرفتیم. اگر که یک وقتی موردی بوده من میپذیرم ولی دلایل ما نه. سپاس جناب طباطبایی. متشکرم. لطفی علی. آقای افزایش بودن قبل از جناب آقای طباطبایی. در خدمت شما هستم آقای افزایش. ضمن خسته نباشید به دوستان. البته دستتون درد نکنه، واقعا لذت بردیم و گفتنی ها را دیگه استاد طباطبایی گفتن دیگه و همه گفتنی ها رو گفتن، دستشون درد نکنه و واقعا دستتون درد نکنه. من اجرای صحنه ایش رو دیده بودم تقریبا 2 سال قبل تو ایران، البته با خیلی سانسورایی که دیگه تو ایران خودتون میدونید باید بشه و اتفاقا رو صحنه هم رفت. من تو به حساب چیزشون بودم دیگه، فرصت اونچنانی نداشتم که بمونم، فقط تو به حساب تمریناشون بودم اینا و اونجا هم یعنی برای من آشنا بود. یعنی شما همینجور که میرفتین یعنی صحبتاتون برام آشنا بود دیگه، یعنی حالتی بود که یعنی تو اون صحنه حاضر بودم و واقعا اجراتون عالی بود. دستتون درد نکنه. فقط همونجور که آقای طباطبایی گفتن اگه یک کم حرکاتتون مثلا راجع مثلا چیز میشد، شما همه صورتتون ماسکه بود، یعنی فقط نشسته بودین حالت صحبت داشتین اینا که دیگه آقای طباطبایی فرمودن و کلا خب چون 2 ساعت بود و اینا خسته کننده بود و فلان اینا، ولی کلا خوب بود. من لذت بردم. دستتون درد نکنه. ممنونم. متشکرم جناب آقای افزایش از اظهار نظر شما. خب بقیه دوستان صحبت خاصی دارن در رابطه با کار، در رابطه با متن، در رابطه با مثلا نقشخوان ها، خصوصا بازی ها؟ اگر که نظر خاصی نیست بفرمایید. آقای ابراهیم پور هم یادداشت فرستاده قرار صحبت کنن. جناب ابراهیم پور بفرمایید. صدای منو دارید؟ بله آقای ابراهیم پور صدای شما رو داریم، بفرمایید. من خسته نباشید به شما میگم و گروه همکاران که در فکر می‌کنم لندن گفتید هستن. من کارهای نمایشی اشمیتو در کارهای یعنی هم به زبان اصلیشو دیده بودم قبلا و هم کاری که آقای کارگردان آقای فرهاد آیش
چند سال پیش در تهران انجام دادن و متنی که الان خونده شد بیشتر شباهت به همین متن داشت. بعد البته من، آقای فروتن و آقای خانم نیکی کریمی اونجا بازی کرده بودن. بازی بسیار خسته کننده ای از اونا دیدم. یعنی الان که این متن‌خوانی از دوستان دیدم به مراتب برای من جذابتر از حتی اون نمایش کاری بود و امیدوارم که این دوستان توانایی اینو داشته باشن یا داشتن، نمیدونم، که این کار رو حتی رو صحنه ببرن. بحث صحنه معمولا توی کارهای دو نفره زیاد مطرح نیست، بیشتر حرکات مهمه، توانایی گفتن مهمه و اون چیزی که بحث متن هست مهمه. ببینید متن، وقتی ما با بحث متن سر و کار داریم یعنی ما هم خود متن رو داریم به عنوان کاری از نویسنده و هم دریافت متن رو داریم که معمولا تو اجراها معمولا باش مواجه هستیم و هم تأثیر متن رو داریم. یعنی ما وقتی که دوستان صحبت میکنن یا کار نمایشی صورت میگیره تو قسمت آخرش میریم، یعنی میریم تو تأثیر متن، جایی که چیه بازیگر مجموعه تواناییشو به خرج میده تا یک کاری رو به نحوی احسن انجام بده که بتونه تأثیر بذاره بر مخاطبش. اینو البته توی همه چیزهای از جمله ادبیات نمایشی، کارهای نویسندگی و حتی شعر هم این مسئله مهمه. من تشکر میکنم. البته دو تا من ایراد شاید نگم، شاید برای بهتر شدن کار بود. ای کاش یکی از این دوستان که دو تا خانم‌ها هستن یکیشون رنگ پیراهنش تغییر میکرد، چون مرتب این سفید بودن توی چیز میزد و گاه اشتباه میشد و این حداقل یه رنگ دیگه اگر بود بهتر بود. کارشون خوب بود، اصلا هیچ جایی من سعی کردم دقت کنم که آیا توپق دارن یا این 2 ساعت کار واقعا مواردی بود که آیا دارن کم میارن، نه نداشتن و این نشانه اینه که خوب کار کرده بودن، زحمت کشیده بودن. و مجری و اون کسی که راوی بود خیلی خوب راویگری کرد، یعنی اینم جای تشکر داره. بسیار صبور بود، اون گوشه نشسته بود و راویگریش به گونه‌ای بود که زیاد تو هر چند خب گاه بعضی ترجیح میدن که پنهان باشه راویگر، ولی در مجموع کار خوبی بود. امیدوارم از این کارا بازم داشته باشیم. برایشون آرزوی موفقیت دارم. صحبت بیشتر نمی‌کنم، دیر وقت هست. موفق باشیم. سپاسگزار جناب آقای ابراهیم پور. متشکرم از لطف شما. خانم وفاپور نفر بعدی هستن، بفرمایید. سلام همه شما و خسته نباشید خدمت تیم عزیز و اجراشون. من یه مطلب کوچیکی میخواستم بگم، این که در رابطه با امانوئل اشمیت که در حقیقت توی این متن یه جورایی به نظر من خواست که تقابل سنتگرایی و مدرنیسم رو باش چیز کنه، مطرح کنه. مثلا اون شخصیت مرد بیشتر حالت مدرنیسم داشت و اون زن بیشتر حالت سنتگرایی داشت و اینکه در دیالوگ ها بیشتر مثلا حالت دووجهی بود و دوگانگی شخصیت ها خیلی در حقیقت دائم نقش و رنگ ها عوض می شد و اینکه در آخر انگار که نویسنده میخواست که من تماشاچی رو بین یک سنتگرایی و مدرنیسم توی تعلیق بذاره و اینکه کدوم درسته. در اصل در آخر چیز با مدرنیسم یه جورایی انتقاد کرد، ولی باز هم توی اثر تقابل با سنتگرایی بود. این از متن میخواستم بگم. و راجع به اجرا هم درسته، واقعا هم 2 ساعت اجرا خیلی سخته، ولی به نظر من چون یه خوبی هم که داشت این که همه 2 تا بازیگرا کنار هم بودن و میتونستن خیلی بیشتر از این استفاده کنن تا اینکه مثلا یه بازیگر توی خونه خودش باشه اونور باشه، میتونستن خیلی بدبستونای بیشتری بگیرن و یا یه بازی، حالا درست خانه شاید بازی نخواد ولی بازیایی میتونستن انجام بدن که هم خستگی کار رو برای خودشون و تماشاچی کم کنه و یه ذره انرژی و قدرت اجرا رو بالاتر ببرن. البته الان هم اجراشون واقعا خوب بود، اما اگه این یه ذره انرژی بیشتری میذاشتن به نظر من لذت بخشتر بود. بازم ممنون، تشکر میکنم از همتون.
سپاسگزار از شما، متشکرم. دستون در نکنه. آقای زاره توضیح خاصی دارید در تو این پیشنهاداتی که دوستان مطرح کردن؟ سپاس از لطف دوستان بابت پیشنهاداتشون. حتما تلاش میکنیم اگر که اجرای نمایشنامه خوانی دیگری از این اثر بخوایم داشته باشیم حتما لحاظ کنیم و صحبت‌های دوستان هم قطعا به ما کمک خواهد کرد و راهگشا خواهد بود برای اجرای صحنه‌ای این اثر. مرسی. بسیار عالی. دستون در نکنه. حالا تا سوال بعدی آماده میشه، من خواستم به نکته اشاره کنم. تسلط شما بر کار بود، یعنی تیم اجرایی، 2 نقشخوان‌ها به اضافه میانخوان، واقعا خیلی خوب مسلط بودید در به اصطلاح اجرا. چند وقت دارید تمرین میکنید برای این کار؟ خدمت شما که عرض شود شاید مدت زمان تمرین زیاد نبوده باشه، اما خب تسلط دوستان بر خوانش، تسلط دوستان بر متن، تسلط دوستان بر حالا به واسطه تمرین هایی که پیش داشتن، اون به عنوان پیش زمینه و کمک کننده ما بود در مدت زمان تمرین. مدت زمان کوتاه بود اما تسلط دوستان بر کاری که انجام میدادن خب اون قابل ستایش بود. مشخصه که هماهنگی خیلی خوبی بین شما بود. قبلا با هم کار داشتید؟ کار کردید با این ترکیب؟ با این ترکیب کاری رو نداشتیم، نه. بیشتر روابط دوستانه بوده و اینجا شاید یه مقدار جنبه کاری تری به خودش گرفت. جای تقدیر داره. واقعا خیلی خوب بود، اجراتون خوب بود. و اون نکته‌ای که دوست عزیزم خانم وفاپور اشاره کردن، با توجه به اینکه شما در یک مکان واحد بودید، شاید میتونستید حالا به عنوان پیشنهاد یه سری کارهایی انجام بدید که بشه مثلا مقدار از حرکات استفاده کرد. حالا ما در گروه مهرگان دبی نمایشنامه خوانی‌هایی که داریم، هیچ 2 نفری با هم یه جا نیستن. یعنی اگر 10 تا نقشم در یک نمایشنامه باشه، برای نمایشنامه خوانی در 10 جای مختلف هستن، چه بسا ممکنه در جای جهان باشن و این کار ما رو سخت میکنه. اینجا نقطه قوتی شما داشتید، با هم بودید، خوب بود و من به عنوان یک نظر شخصی میگم احساس کردم که میشد یه سری کارها رو هم انجام داد، هرچند که در اجرا که بیشتر بر پایه بیان استوار بود و شما از حرکت به کمترین شکل که ممکن استفاده کردید، هم اجرای خیلی خوبی بود، خصوصا خود شما که تسلط هم داشتید بر متن. در حال جای تقدیر داره و امیدوار هستیم که کارهای دیگه هم از شما داشته باشیم و بتونیم در همین جا اجرا کنیم و لذت ببریم. خب بقیه دوستان صحبت خاصی دارن؟ آیتی سوال فرمایید. من خواستم باز تشکر کنم از محسن جان عزیز و گروهشون، واقعا دستتون در نکنه. خیلی خیلی متشکرم. یکم برام در مورد تئاتر ایرانی های لندن بگو لطفا محسن، اگه اجازه بفرمایید بچه دوستان. آقا اجازه میدید برای ما صحبت کنیم؟ خواهش میکنم بفرمایید. چقدر کار میکنید؟ چند نفرید؟ به چه شکلی هستش؟ به هر حال ممکنه برای بچه‌ها سوال باشه که حالا در لندن چطور شما دوستان ایرانی در لندن یا انگلستان اگه اشتباه نکنم. خدمت شما که عرض شود، بله در اینجا هم تئاتر ایرانی در واقع فعال هست و دوستان فعال هستن، کار میکنن، هم در شهر لندن که در واقع من دارم زندگی میکنم و هم در شهر منچستر که سرکار خانم نظری در واقع اونجا دارن فعالیت دارن. ولی خب همچنانی که میدونید گروه های تئاتری خارج از کشور که در واقع توی غربت دارن تلاش میکنن، زحمتشون خیلی 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 بیشتر از گروه هایی است که دارن توی کشور کار میکنن. به هر حال جمع آوری کسانی که بخوان اینجا داخل یک کشور ثانوی بخوان فعالیت کنن سخت هست. به وجود آوردن مخاطب و یافتن مخاطب فارسی زبان سخت هست. به هر حال ما داریم به زبان دوم داریم کار میکنیم، اگر هم بخوایم به زبان اول کار کنیم اون هم دغدغه های خاص خودش رو داره. اما به هر حال با تمام وجود داریم تلاش میکنیم که چراغ این جریان رو روشن نگه داریم، به خاطر اینی که اون کسی که عشق به هنر داشته باشه و عشق به تئاتر داشته باشه در هر حال مجبور به انجام اون کاره، براش دیگه یک شاید انتخاب نیست، دیگه یک اجباره. میدونین حالا میخواد تو کشور باشه، میخواد خارج از کشور باشه. و اینم که فرمودین که
یه مقداری شاید هماهنگی ها کم بود، شاید علیرغم کاملا معتقدم که هیچ توضیحی نمیشه روش داد، ولی خب به خاطر اینه که ما در واقع در دو شهر متفاوت داریم زندگی میکنیم و من و سرکار خانم آیت توی لندن هستیم و مریم خانم توی منچستر هستن. تمرین‌ها آنلاین انجام شده. این یکی دو روز آخر در واقع کنار هم دیگه جمع شدیم که بتونیم کار را آماده بکنیم و جلوی دوربینم که الان برای اولین بار یک مرتبه قرار گرفتیم که یک سری چیزها بداهه بود و یک سری چیزها هم کوچولوهای هم تمرین قبلش بود. اینه که اون نکته‌ای که دارید اشاره میکنید به علت بعد مسافت اینجور مواقع هست. اگر با سوال دیگه باشه که باید بگم من در خدمتم. نه آقای استاد اجازه این سال دیگه بکنم ولی نه بله بفرمایید. دوستمون آقای آریان یه پوستر پشت سرش هست بلند بالا، من خیلی خیلی چیز کرده. این چیه داستانش؟ آره همون. آره آقای آریان عزیز توضیح ما میدین؟ بله من خب میدونید سالیان زیادی تئاتر بازی میکنم دیگه، درسته؟ و همینطورم خب البته خب من هنر کاری نیست که نکردم شما، ولی بیشتر از همه چیز نویسندگی و تئاتر و شاعریه که من انجام میدم. ولی یکی از پوستری که تئاترامه، من یک کاری از محمود استاد محمد بازی کردم به نام آخرین بازی و در اونجا شخصیتی که پوسترهای قدیمیشو به دیوار میزنه و یه سوپر استاره که رفته امریکا و مثل آقای بروز وثوقی، اینم یکی دیگه شه. یه سری پوسترهای کارامه که اینجا هست و توی این اگر دوباره بگذاریم آخرین بازی رو، شاید من بتونم آخرین بازی رو تو همین گروه بیارم نمایشش بدم اگه بخواید. باعث افتخاره. منم به دیوار زدم دیگه، هرچی اکسسوری های مختلف دارم اینجا هست دیگه، تمام ماسکا و تمام آماده است. ما زندگی تئاتری داریم دیگه، زندگی تئاتری و پر از ماجراهای تئاتر. خیلی خوشحال شدم در تئاتر بودم. خدا رو شکر. چقدر خوب، چقدر جذاب. خدا رو شکر. استاد پاکزاد ساکت هستن، نمیدونم. آقای پاکزاد. خب در خدمت سلام عرض می‌کنم. ببخشید من سلام می‌کنم. من حرف زیادی ندارم بزنم جز این که یه تقدیر و ستایشی بکنم. یه اجرای خوب بود از گروه که شخصا برای خود من خیلی لذت بخش بود. منتها یک سوال از جناب محسن دارم. من فکر میکنم این نمایش رو با این حالت، ما نمایش‌ها یا نمایشخونی که داشتیم واقعا هر کسی در یک جایی بود و دور هم نبودن. من فکر میکنم با دادن یه میزانسن در این نمایش میتونستن بازی فیزیکی رو هم اضافه کنم به این داستان و البته من از نظر سینما دارم صحبت میکنم توی تئاتر و میام اینجا شاگردی میکنم، از شما یاد میگیرم. من فکر کنم میشد یک نتیجه خیلی بهتر از این بهتر به دست آورد در اون نمایش، ولی من واقعا لذت بردم، زیاد بحثی ندارم. کار خیلی خوبی بود و هم متن کار خوبی داشت، هم خوانش خیلی خوب بود، هم اجرا خوب بود و میان خانم بسیار عالی بود. من فکر میکنم همون میزانسن، من منظورم اینه که اگر میان خان در جایی بود و دو بازیگر در میانه میموندن و یک نمای لانگتری داشتن، شاید بازی فیزیکی هم میتونست به اونا کمک بکنه. این نظر شخصی منه. منم تشکری میکنم از دوستان و از شما که این امکانو دادی ما هم ببینیم این نمایش رو لذت ببریم. سپاس از شما جناب آقای پاکزاد عزیز، متشکرم. فقط باید اینجا اعلام کنم آقای پاکزاد ما جلسه بعدیمون به سینما اختصاص داره، رشته تخصصی شما و میخوایم یکم چیز کنیم، ساختار شکنی کنیم، به جایی که به سوژه های روز بپردازیم از یک سینماگری یاد کنیم که واقعا حق برگردن سینما ایران داره، ساموئل خاچیکیان. هفته آینده انشاءالله قراره تاریخ 7 به ساموئل خاچیکیان بپردازیم و
رو شما هم حساب میکنیم و بقیه دوستان من که همیشه افتخار دارم استفاده میکنم. ما یاد میگیریم استاد، ما یاد میگیریم. قربان شما، در خدمتتون هستیم. خب بقیه دوستان، من احساس میکنم که تایم ما الان شد 150 دقیقه. آقای تیسپا داریم رکورد میزنیم. بله من عذرخواهی میکنم، من فقط یه چهره زیبا منم میبینم. من دوست دارم از بشنویم خانم پری آرمینه، میشه با ما صحبت کنن این مقدار بشناسیمشون لطفاً؟ با کمال میل بفرمایید. من حدود 3-4 ساله که با یک گروه تئاتر در لندن، خانم سوسن فرخ‌نیا، کار شروع کردم و بعدم در خدمت آقای زاره بودم. اونجا ازشون کمک گرفتم، در کلاسای ایشون بودم. یعنی مبتدی هستم ولی خیلی علاقه‌مندم و خیلی دوست دارم. اگه اجازه بدین حالا با آقای زاره هم صحبت میکنم. تو جلسات شما هم دوست دارم شرکت کنم اگه امکان داشته باشه و خیلی ممنونم ازتون. تئاترم خیلی امشب اجرا خیلی خوب بود آقای زاره، خسته نباشی، مثل همیشه فوق العاده. باعث افتخار ماست خانم، باعث افتخار ماست. خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. خیلی ممنون. واقعا یکی از عدو ثواب خیر شد دیگه این داستان کرونا، حداقل ما رو به خیلی دوستان نزدیک کرد. واقعا حالا من دیدن یک کار از محسن برای من آرزو بود که خدا رو شکر محقق شد، خدا رو شکر، برای من افتخاریه. خانم پگاه جان، میتونین اون علی آقا کنید؟ علی آقا یه لحظه، ظاهرا آقا محسن صحبت داشتن، جناب زاره توضیح داشتن. خیلی من خیلی عذر میخوام. خواستم سردار خانم پری خانم در واقع همکاری باهاشون باعث افتخار من بوده. فقط چیزی که خودشون یکم کم لطفی کردن در رابطه با خودشون نگفتن، ایشون در واقع جزو گویندگان رادیو بودن در سالهای گذشته و سالهای قبلتر و الان هم به حال در کنارشون بودن باعث افتخار ما هست. این رو نمی‌کنم، باعث افتخار منم هستش. خواهش میکنم در کنار شما. محسن جان، چهره ماشاءالله صبور و دلنشین و از اول اجرا ماشاءالله با متانت نگاه کردن تا آخر اجرا، مثلا پک نزدن بنده خدا. خیلی من کیف کردم واقعا. تمنا میکنم. سلامت باشین ان شاء الله. برای ما باعث افتخار تشریف بیاریم، در خدمتتون باشیم، جلسات هفتگیمون ببینین. حالا اگر توی پیج اینستاگرام ما رو دنبال کنید می‌نویسیم چه برنامه می‌خوایم در چهارشنبه شب‌ها. حتما. اگر بتونن خانم شیر کنن، خانم جواب بدم، خیلی خوشحال میشیم. بالاخره باعث افتخار ماست. بنویسید. باعث افتخار منم هست. آیدی اینستاگرامتون. آیدی اینستاگرام رو بنویسید. سپاسگزارم شد. البته فکر کنم که خانم جواب نوشتن توی برای اکتبر هستش، به صورت پوستر ارسال می‌کنیم برای دوستان عزیز، حالا کسانی که با واتساپ در ارتباط هستیم و حالا چه فیسبوک یا با هر وسیله به اصطلاح اجتماعی ما براتون ارسال خواهیم کرد ان شاءالله. و باعث افتخار هستش که از وجود دوستان در رشته مورد علاقه خودشون و رشته‌ای که صاحب نظر هستن قطعا استفاده خواهیم کرد و پیشنهادات و انتقادات رو هم قطعا میپذیریم. متشکرم پگاه جان، زحمت کشیدید و حالا به صورت پوستر برای دوستان ارسال کنیم. بسیار سپاسگزار، خیلی ممنون. ما دوست داریم که ساعت‌ها با هم حرف بزنیم، چه تماشاگران فرهیخته‌ای، چه مهمانان بسیار بسیار عزیزی داریم از جنس تئاتر، بسیار عالیه. بعد فقط وقت ما اینجا در دبی به ساعت 20 دقیقه به 1 هستش و در ایران هم فکر کنم 1:10 باشه، 12:10 باشه، کمی دیر وقت هست و نمیخوام زیاد وقت دوستان رو بگیریم و بیش از 150 دقیقه با هم بودیم با اجرای بسیار خوب، گرم و گیرا از دوست عزیزمون جناب آقای محسن زاره عزیز و تیم اجرایشون که امیدوارم کارهای دیگه هم از این دوستان عزیزم ببینم و کارهایی هم که بچه‌های مهرگان اجرا میکنن. ما باعث افتخارمون هست که شما تماشاگر ما باشید، بیایید ببینید و ایرادات ما رو بگید، ما رو تشویق کنید و تا ببینیم حالا در آینده چی پیش میره. ما در خدمت شما هستیم آقای تیسپا. اگر که صحبت خاصی نباشه ما جلسه رو به پایان ببریم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از همه، واقعا خیلی خیلی لطف کردید. آقا سبحان الله، شما هم می‌تونید از شما تشکر کنم. آقا اسلوب، خانم جوادپور عزیز،
و همه دوستان. خیلی خیلی ممنونم، باعث افتخار ما بود در خدمت شما باشیم. محسن جان برای ما شب خوبی رقم زدی، خیلی ممنون از شما و باقی دوستان. شبتون بخیر. انشالله دوباره ادامه داشته تمامی باشید. دوستان که تشریف آوردن، کار رو تماشا کردن، نظراتشون رو به ما دادن. مرسی علی عزیز بابت میزبانی و مرسی بابت دعوتی که امیدوارم که همکاری بیشتری در آینده با هم داشته باشیم و از این فاصله بتونیم کارهای مشترکی رو هم با هم دیگه انجام بدیم. ان شاء الله حتما. چرا که نه. شبتون بخیر. مرسی. شب همگی بخیر باشه. شب بخیر. خدا نگهدارم. خدا نگهدار شما.